خب که باشه اولا یک گله سلام به همه هموطنان عزیز گرامی. امیدوارم که همه کسا خوب و صحت سلامت باشین و از یک همینجا شعری هست که فشار یک شعری محقول دل ما شد میره میمونم از همین بعد شروع میکنیم. یک صدا هست. صدا جان من جانم به جانت ای وطن، جان ببخشد بر روان من روانت ای وطن. نیمه شب چون شهروندانت همه بر خواب رفت، نیمه شب چون شهروندانت همه بر خواب رفت، من همه شب زنده دار و پاسبانت ای وطن. خب دوستای عزیزم، امیدوارم که همه کسا خوب و صحت و سلامت و سربلند باشین. در این نیمی شب کدامید که بیدار هستین گوییم که با ما هستین، کوشش کرده ایستادین گوش میکنین. ما بگیم اول پدیلید میکنیم. خدمت پدیلید کردستم. ببینین دوستای عزیزم، عزت امان. اول پدیلید میکنیم. امروزه صحبت ما در باره بگیم که عزت امان، یعنی عزت امان چی میخواست اصلا، چی کار کنه، مردم غریب کنه، مردم از غربتی بیرون بروره. کمی چی سبب شد که امروز عزت امان 9 سال زندان شد، یعنی 9 سال پشت پنجره رفت. یعنی اینجا چقدر ما ملت سهم گذاشتیم برای زندان شوی عزت، چند قدر سهم خدمونا گذاشتیم در همین مسئله. من اینجا سیلکه را موندم از یک دقیقه دوستای عزیزم. من سیلکه را گویم که میمونم یک دقیقه. خب یک دقیقه ما سیلکه میمونم. بعد کدام میده که سیلکه نیست میتونه یک بار گویم که میبرویه همین سر پچکه داخل میشوه، سیلکه با او پیدا میشوه. راستی گپ بگم، هم از راه دور اومدم خدمت مونده بدم، اما این خط خبرو را راه ده یک پرابلم شد. سیم کارتم بلوک ده غلطید، نمیدونم چی به خیر شد اصلا. به هر حال یک وای فای پیدا شد، یک چی پیدا شد در اومده. کمی گیم که از خط خبرو با خبر شدم. وقتی با خبر میشم که عزت امان 9 سال پشت پنجره بگیم که رفت. خواستیم در همین مسئله فکر نظر شما را فهمیم هموطنای عزیزم. یعنی که شما یعنی که هیچ نبودن در 1 کیلو کارتوشکا را دیدگی هستین، یا 1 لیتر روغن دیدگی هستین، یا 1 کیلو پیاز دیدگی هستین. هیچ نبودن در نمیدونم شاید یک کمک دیده باشین، یا که یک چیزی دیده باشین. از همه عجیبش برای من چی بود، وقتی در افغانستان کمی بگیم که جنگ شروع شد، یعنی خیلی سیاست همی است که به خوبی که نرفت بعد به گندگی میگیری شوخی. وقتی اومدن طالبا گرفتن، امام علی رحمان پروپاگاندای تاجیک استفاده بود، پروپاگاندای تاجیک که گویا که تاجیکا را کشته ایستادن در اونجا. و عجیبی چی شد برای من که حاضر فکر کرده ایستاده و در این کارش هم موفق شده نتونست تا که مردم تراوید کنه طرف افغانستان، گویا که تاجیکا را اونجا کشته ایستادن. یعنی که قفامون را نگاه کنیم 20 سال روس ما را کشت. حاضر همین جنوار هم هست، چه خیلی بچه را میبندن دوبینکش میزنن در
қафош наворш дар фейсбуко чарх зада гаштиса, ҳаматон дидин. Манам падилит кардагим дар фейсбукум аст. ин рус аз толибан бадтар кард. занора кӯчарӯ кард, мусор тозакунак кард, мардомона груба говоря кунтӣ карда сар додестай. ин дигар ҷое ки хеле хушрӯтар гапза, пас гапза надора дигар. ҳоле ҳам боша мо шикам моро зурӣ карда дар Россия истодаем. ҳамаи балора ба сар мегирему, не ки ғуломи ҳамуҷа мешем меистем. бас кунен охи. چی قدر سر ملت خورد و امامعلی پروپاگاندای تاجیک بود. تاجیک در افغانستان تاجیک کشتن، ما تاجیکا را حمایه میکنیم. 20 سال تاجیک کشتن. اگر تو قدر تاجیک حمایه میکردی، عزت همون قلق نبود رنگ من باری. عزت همون تاجیک بود. کرامت شریفов تاجیک بود. زید سعیدов تاجیک. رهبر امید 88 تاجیک و داخل زندان تاجیکستان داخل زندان تاجیکستان ده ها هزارها تاجیک شیشتگی است. امامعلی رحمان غمی تاجیک افغانستان هم میگم من میخونم. غم میخوره امامعلی رحمان گویا که نجات بخش تاجیکا شیده که این برای نجات دادنی مالکیت و نمو دزدی های خود که تا که زنده در دست مردم نغلطه که مردم تا که شرمنده در جهان نشوه، این همه بازی را میتونه بکنه. در کار شوه رقص هم میکنه. سرود این همی فرانسه آمدگیش دلیل برای شما بود. یگان برنامه نداشت. مکرون زوره کرد اومد موفق نشید. برای اون که در تلویزیون چیز نشان بدن در تاجیکستان یک گروه رقاصه را آوردن. در پیش پاریژ رقصیدن، بازی کردن، صورت گرفتن، سلفی کردن. در تلویزیون اونمو را نشان دادستن. امروز هیئت تاجیکستان در فرانسه یک رقص نشان داد. ما دنیا در رقصیده گشتیم. بغیر از رقص دیگه هیچ کار نداریم. در لبای جو رویم میرقصیم. اینجا قبول میکنم و فکر نظرهای شما را میفهمم. کدامی که ژلانی داره، کدامی که از عزت پیاز خوردگین، کارتوشکا خوردگین، بیاین مردا گوری نجا صحبت کنیم. عزت تاجیک نیست. امامعلی رحمان غمی تاجیک افغانستان خورده ایستادن که اونجا تاجیکا را کشته ایستادن. خود امامعلی چیکار کرده ایستاده است تگده تاجیکا را؟ ما یک تا قبول میکنیم. اینجا اولا که السلام علیکم بابای عادل عادل، یعنی که انسان هم یک انسان آزادی خواه است. شاید اینم فردو بس فردو از پشت آزادی ملت گفته زندان روه، از پشت آزادی ملت گفته چقدر جوانو زندان رفتن، چقدر بابای عادل. علیکم سلام. اولی شما رو خوش داره. چقدر انسانو زندان شدن، چقدر انسانو ناپدید شدن. برادر احسان الدین مقصود ابراهیمov یا تاجیک نبودن. بابای عادل برای ما عجیبیش میدونی چی بود؟ عجیبیش چی است؟ امامعلی رحمان غمی تاجیک افغانستان هم میخوره که افغانستان دا تاجیکا را کشته استن. پروپاگاندا میبره که تا که مردم وزوجدت کنه بخیزونه، مثل آن کاری که سر قرغیزها کرد، قرغیزستان دا کرد. این کار خواست در افغانستان هم بکنه. بله بله. اما ببین که ده هزارها در داخل زندان خوان. همه همین تاجیک است. از روسیه میلیونو صرف کرده. مقصود ابراهیم فدز دیدن، عزت همون دز دیدن. انا گویم که احسان جان و دینایف بگیم که ناپدید کردن. صدها انسانو را از مسکو دز دیدن بردن، پولها را از خود کردن و تا ما را برآمدن که بیا برگرد ما پول تمیتیم بیا زندانت کنیم. یعنی که خمایل که ما کجال کنه قلقم گفتی همون گپو هیچ گپ نداره. ما جال کنه است. نه برادر. امامعلی رحمان که دعوا از تاجیکی داره. امامعلی رحمان که دعوا از تاجیکی داره. و این قدر تاجیکا برده زندان کرده ایستاده است. و میگه که توی تاجیکا را در افغانستان کشته استن. این خودش چیکار کرده است تاجیکا را؟
ин сарашона сила када ҷойҳои кор нон занои тоҷик дар Москва кӯча руфтестанд. кадом ғами тоҷика хурдеста аз нигоҳи худа? бародар Асанаев, ман мехостам ки ҳамин саволои худат дар рафти барнома то ахири барномара ҳамин рай ҳалли фасли худшуна биёванд, агар ки бихоҳӣ бо мардум. ман бобои Одил бовар ка, агар ё бовар кунӣ бовар накунӣ, ҳамин рӯз 100 қариб биромадӣ рафтӣ, қариб 200 километр бигем ки тов хурдаги ҳастам. ҳамин рӯз 200 километр ра қариб тов хурдаги ҳастам. ман мондаям, мара миёнам дар кадестай, марам ку сарам намхе дам кадаги дар кадестай, барое ки раҳ осон нест, пробка бигем ки ҳамин мушкили не ки охир дигар миёй дигар илоҷ нест, магарам бибурӯи қатъи мардум суҳбат кунӣ. Мардум бихезе, не мардум чӣ шида истода сари шумо? охир ман навор нишон битам, бобои Одил бесак, ман маҷбурам ҳамин навора нишон битам ки ма падилит кадагима ки навора. Асанаев, фикр мекунам ки ҳозир бародаро бидроянд. як бор бибин на бача чедика чикорш мекунам, бибин бибин ина урусо айтолиб да батар киштеста дар кулш дубинка задеста, ина личкада не кричите. Не кричите. Дайте мою одежду, говорю! Мой вылет! Дайте мою одежду! Не надо кричать, тише. Не надо кричать. Аккуратненько голову держи. Тише, тише. Не сопротивляйся. ина ҳоли тоҷик. Не сопротивляем, аккуратно голову держи, не кричи, я тебе в жопу дубинка засуну. Ти не кричи. Мардумона кунтикада партофтестанд, заномон дар кӯчаҳо руфтестанд, мусор тоза кадестанд, айси бурда эмомали зиндон када дохили зиндона пир кадестай. дар тамоми дунё омадааст имрӯз фаронсаам ки ман ғами тоҷикои Афғонистона хурда истодам. ман намефаҳмам бобои Одил. бале бародар Асанаев, воқеан дардоварай. бо мара мегӯянд ки мо тра рӯзе инамин рӯз наздикай угражат мекунанд ки инами қараки дигар мондай миёремад. хайна бар чӣ кор мекунӣ? не бо бурдани мо шумо агар ки мушкилоти мардам ҳал шавад, марҳамат, мо агар ҳамин мушкилоти ҳамин мардам ҳал бишавад, гарантӣ тие ки ҳамин мушкилоти мардам ҳал мешаванд, пашависа моро бигиреб. мо барои ҳамин омадем ки барои мушкилоти мардам омадагим. Асанаев, валлоҳай. خب در اینجا برادر Асанаев ягон бародарои дига ҳастанд ки ҳамсабашим хатши бародаро поли роз гуфт се ту сапас кадагия ишка неста ина омад я бародар омад иншоалло медонам бародаро бидроя. бародар Абдулло, салом алейкум ва раҳматулло. ёда фақат ҳам бародарои мода як чиз бошад, ҳамин ҷалб кунанд ноид кунанд ҳам қадар чиз аст. не Асанаев, салом алейкум. ҳар як боғ ҳамун вақти ҳосили худша дорад. иншоалло ки ҳама хуб мешавад, миллат мефаҳма оста тои дараҷаро набуданд, метарсидан Асанаев ки ба худо ки гап зананд. имрӯз шуҷоати миллата дигар ки чӣ хел биромада ба як овоз гап зада истоданд. ҳамин хелай бародар 30 сол шид. бобои Одил, ин кори шӯхӣ нест. бовар ки чӣ қадар ҷавонои моро дар ҳамон Россия ку дар куношон дубинка зада кунте кадан сар доданд. ёра да намоиш таҷовуз кадан урусо. бародар азиз, ҳамунҷа 5000 10000 да билет гирифта 20000 да бозам ҳамунҷа меравад. ман ҳайронам, аслан ҳайронам. чӣ қадар сари тоҷика хурд, солона 1000 нафар кишта шид. посольствоаш даниш пӯшидагӣ нақ намега. тоҷико аз кисаи худаш пул ҷамъ кардан равон кардан, фақат мурда равон кардан. ай мурда тоҷик ин Раҳмонови касофат пул кор кард. бале бародар Асанаев, ин масъалаҳои ҳукуматдороанд ки ёра бояд ҳаллу фасл кунанд. бародар азиз,
امروز در جای میگذاری باور کن که بچهای تاجیک چی در تاجیکستان باشه در دیگر دولت ها باشه در ای قرقیزستان روز که شما میتین بچهای تاجیک هم برن اونا زندانی کرده استودن امروز تاجیک باور که یک زرپوش اشتراکی که در شکار دیگر رو خب برادر عبدالله جان سلام علیکم یا بار دیگر من موندایم هم کاندا در کادستانه که میشینم برای خودی وطن ملت میشینم این همینجا یک ساعت 2 ساعت همراه ملت صحبت میکنیم مردم قطعی همش قبول میکنم هم بدگیش دارم پویو نمی قدر آدم است شید پچود درست کاش جورا میفهمم شما را که شما ما در حرکت در قسمی برادر عبدالله جان برادر عزت امیدوارم که همه کسا خوب باشه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر السنف برادر عادل سلامتیاتون خوبه انشالله خدا را هزار مرتبه زنده و سربلند باشتون برادر باشه خب برادر عبدالله آزادی به عزت امان آزادی به عزت امان شما یک چی را گفتن میتونه که همین بویگری ملت او با بویگری دولت ربط داره که نداره بویگری ملت اگر همین ملت بوی باشد دولت بوی میشه یا نمیشه البته شما همین عزت امان چی میگفت چی سخنوی داور میشه همین برادر عزت امان هم کارش چی میکنه سی باشد انشالله نه عزت امان یگان برنامه سفر داریم تاجیکستان ده برادر عزت امان شما یگان برنامه گوش میکردی نمیکردی ما همه برنامه‌اش گوش میکردم همین چی میگفت رختو بزنه بکشه و که تدمیر بزنه بکشه و که چی میگفت هم بیچاره بیچاره میگفت فقط همین ملت سرجان شد یادگیری با یادگیری همین دولت میسازیم این میگفت حقوق ما پایمال شد در اینجا بله با بردن همین عزت امان انا یگان بهبودی میشه با زندان کردن همین یا کی نابرود گفتم گپو یا فوجیه چی میفهمم میرا نه یا فوجیه به بردن عزت امان خب چی گفتن این با حکومت درو با مقامات چمتانگه که اوزی میبرن میبوچیم و پس نی پالاجی ناس вот к нам подъехали короче خیلی برادر عادل به نام الله هستگو وجه به حکومت یگان قدی باوری نمونده شما منفیتی یک چیز برادر بگوده همچی یک شهروند همین خدمت عزت امان با مردم بسیار رسیده است که ای سید مومین ای امام علی و ای رمضان و ای دیگر و همین یک سال خدمت عزت امان همه قای هم برابر نیست در همین 30 سال که یک سال خدمتش خب چی گفتن برادر آخر سخن همچی یک شهروند یک شهروند میخوام که عزت امان در آزاده بینم انشالله منفیت برادر بحث ہے بیاد بخیزم بحث توکه میخیریم میگریم و نام الله روز قیامت همه ما پرسیده میشده برادرو کسی که در حق ما یاردن کریسته جاش ترمه رفته است یک روز نمک خورده میگه 40 روز اندیشه که توپ توره آخر توکه میگیریم یک سوال دیگه ما دارم برادر عبدالله امام علی رحمان میگه در تاجیکستان افغانا را کشته سایفته در پیش فرانسیا پیش مکرو یاردم پرسیوم این داخل برادر نفهمیدم اثر نه امام علی رحمان به نزدیکی فرانسه اومد از پرزیدنت فرانسه کمک پرسید که در افغانستان طالبان تاجیکا را کشته ایستادن پشتوها تاجیکا را کشته ایستادن گویا که غمخوار تاجیکا آمد از مکرو کمک پرسید ده ها همش به منفیت خودش هست ده ها هزار در داخل زندان گویم که عزت همون دزدیده شدگی ها کشته شدگی ها یا تاجیک نیستن غم یا را چی به نمیخره امام علی در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان با نمی پروپاگاندای رحمانوف که قرغیزا و تاجیکا را کشتن رفتن چقدر سربازای تاجیک در اونجا بگیم کشته شدن تعزیه بیان نکرد در خانواده بیان نکرد توغری امروز غم تاجیک خورده ایستاده است
چخیل میفهمین همی غمخوری امام علی را؟ این غمخوری دروغه برادر، او به منفعت خودش است. سیاست خودش، او به منفعت او برای خودش، برای سوم گرفتن به فکرم خطا نکنم رفت دیگه. نه سوم گرفتن نه، این دفعه سوم گرفتن رفتگی نیست، این دفعه کمک پرسیدگی است که یعنی که طالبا برای کمک. همین برادر اصلا همین هر روز میبینم همین فقط دنیا چیز یا تاجیکستان ای همه جا فقط یاردم طلب میکنند. درجه ای همه قرقیزستان یاردم گرفته گه، همین تاجیک، ای همه افغانستان هر هفته یاردم میگیریم. ای اشرف غنی هر هفته من نمیدونم. این خدا دنیای همی جوگی سوداگره من نفهمیدم. هیچ خیلی من نفهمیدم اصلا نفهمیدم. خب برادر اگر یکان آخر سخن داشته باشه برادر عبدالله بفرما برادر. خیلی زنده و سربلند باشتم برادر. خدا خواهد انشالله همه ساز میشه. با دست ما و شما انشالله. خداوند نگهبان باشه. انشالله. سلامت باشی برادر. یک شدن نکنه. انشالله خداوند نگهبان. انا برادر عزت بفرما برادر عزیز. السلام علیکم برادر، خوب هستین؟ چینج هستین؟ و علیکم سلام، شکرانه الله. امیدوارم شما هم خوب باشه برادر غریب مسافر. این جنگ سال 90 تازه را تمام شدگی نیست برادر. این جنگ همی آسته خاموشی جنگ رفته است. آدم‌ها را یک تا نیست کردستن. خب برادر عزت ببین جنگ زیدی تاجیک رفته ایستاده است یا که جنگ زیدی تاجیکستانی؟ جنگ امی خلق تاجیکا امی کدامی کمتر افطاریتش بلند میشه در پیش خلق مثال یک آب روش کمتر. آدم‌های با سعود همه را نیست کردستن. در حکومت در پارلمان همه به سعود شدگیان لعنتیو. ببین برادر عزیز، امام علی رحمان فرانسه اومد ماکرو را یعنی که زورا کرد که طالب قبول نکنیم تو که مرا کمک بده. طالب تاجیکا را در افغانستان کشته استند، یعنی که او جنگ قومی رفته ایستاده است. غمخوری تاجیکای افغانستان امام علی رحمان، ده ها هزار تاجیک در داخل زندان، از آن جمله نمی عزت همون هم تاجیک بود، یگان کار نکرده بود بغرض از یاردم دادن باز هم تاجیکا را همینا را برده زندان کرده، قتل کردن. کرامت شریف هم تاجیک بود، همه همینا را برده کشتن. او این غمخوری تاجیک باشه ایرا چی بگن زندان کرده ایستاده این تاجیکاشه یا که خودکش پرست. غمخور تاجیک نیست، دشمن خلق ملت تاجیک فرزبون. غمخور تاجیک باشه در روسیه در سرحد 2.5 میلیون در سرحد قرقیزستان هم همشترین اومدن میزنند، خیرزون میکشند میروند. اگر یک خلق همونجا مثل خلق سرحد یکون گپ زنن او را امنیت دو که وکده میبرند، تعذب میتن شما چی کردین چی بکردین گفته باید گپ نزنین. برادر عزت شما کی درک کردید که واقعا همه حکومت ضد مردمی است؟ شما کی اولین بار کی درک کردید؟ مثلا اولین بار ما هم سال همین جنگ سر شدگی مثال ما 21 ساله بودم ده. ما همون سال وقتی در سیاسی شوندم ما رفتن امیرا انتخاب کردن موندن اونجا برآمد کردن جنگ چشمش خود بازی کرد. حکومتی مسافر گفت ای آدم گفت چشمش خیلی بازی کرده است، گفت ای خوبی نمیبره. این در خوبی خلق مثل خوبی نمیکنه. چی باید کرد برادر؟ اینه کرامت شریف دفاع از تاجیکا کرد، بردنش داروش دادن کشتن. هم خلاص اکای مرا بردن داروش دادن کشتن. اکای مرا دارو دادن کشتن برای که یگان انسان در 2 3 ماه لیاخ که قاق نمیشه وقت بخت. ایرا بردن عبیدش دادن، در عبیدش چیز دادن دارو دادن کشتنش. کنکریت نیرا ما اشکار میگو، ایرا ما پینهان نمیکنم.
Оз ману дела документош ҳамаша копияша гирифтагиё и ягон наму духтурои Аврупо ҳайрон шуда истода ки чӣ хел дар 3 моҳ лёх ки хид ба хид қоқ мешава мерава. И мега чизе шидагӣ аст дар инҷа. Хоб, значит урам дору додан киштан. Каромат Шарифам ҳам хел кардан. Дору додан дилиш айкор монд, рафта лёхкиош қоқ шид ба фикр мурдуан. Урам ҳам хел кардан киштан. Бале. И ам хел шидаста ки ами чақа вазифаи мардум чист? Вазифаи мардум кардан. Мисол мухолифо бародар ҳамаи гапҳоро гуфтанд. Ҳамаи ҷои маскаи Раҳмоновам снимат кардан, халқда нишон додан ки ами одам чӣ хелае. Ами маскаша снимат кардем шумо мисол Чор, бародар Муҳаммад Иқбол, Паймони миллӣ, ҳама ами чиз ошкор шид. И халқ ховай ҳолиам намефаҳмам. И халқ хеле мардум таги камера кардагиам ҳама дарс хируҷа айпай зиндагишай. Бародар ба бародар рози дами тобистон ёрдам мекунам мисол ҳамсоя ба ҳамсоя рафт омад мер муҳаббат мондагӣ нест. Одам халқ ҳам хел кардагия ки ҳар кас айпай зиндаги хичай мисол ҳамаш айдишти ҳамуай не ягон мисол гапзан метона як кас баъд метарсан ки халқ бисёр biz шидагия мисол ду кас шава ку шаиш метарса ягон гап зана халқ ҳам хел бародар мебахшӣ так мо мавзӯъ озода иншоалло масъалаи бародар Иззат амон айд ва дигар бародарои зиндония иншоалло сабат мекунем. Ана оқибати ҳамин биз чӣ мешава? Ягон манфиат дора бизӣ кардани ҳамин мардуме ки баъдам бизӣ мекунанд? Оқибатшон чӣ мешава? ҳамин ҳолат ин ҳамиай ки оқибат як дарахтая ки ҳосил надора. оқибат ҳамо чӣ мешава дар охир? ин ҳама оқибати бизо чӣ мешава? Бизо оқибати ради маърака мешаванд иншоалло. ягон охирсухан гуфтани ҳасти бародари азиз? охирсухан гуфтагем ки халқи тоҷик бедор шед. ин ҳами бо ина бо шумо да бо ина доказательства шид ки мисол ҳами ҳама умед дошт ки ҳами бародари мо Иззат Амон озод мешава лекин нашид. ҳамира ина барои чӣ хеш таври худи чина чикани мезананд мепаронанд корту мезананд. ина бародари димодиш ина як кас дар хонаша занака гарданша бириданд ё чӣ бад зиндонӣ намешаванд. خودش خچه زده است برده خودش خچه زده یا نه پاس زده است نه چه خیلی بفهمم این مسئله. بله برای همین خلق تاجیک التماس باید خیلی با گفتن اونجا نمیشه باید یگان علاج کردن در گروه کارکنان همین امنیت حربی و انیو درنی همیو داسته خودمو میسول همین کارپارتویی کنن میسول یا که یگان خش تاورشون هم خلق هم بفهمن همیو پرداچوی شما رو تمکن میکنن میبینن. برادر ببین دیگر از این دیگر آشکارتر نمیشود. رحمانوف در تمام دنیا برای بازی خودش تمام تاجیکا قربان کرد. در سرحد قرغیز هم همین کار کرد. چون که او طرف قرغیز بود این طرف تاجیک اینجا تونیست کرده بور تاجیکا مرده شد حتی که تعزیه بیان نکرد همین قدر تاجیکا این انسان آدم حساب نکرد. این پروپاگاندا را سر تاجیکای افغانستان گفته خیزاند. این پروپاگاندا را تو تمام جا را رفت. امروز ما رحمانوف سوال میتیم تقام خوری تاجیک بدی. خب بسیار کاری خوب. پس این 10,000 زندانی ها یا چی ملت هم؟ عزت امون امروز همین تاجیک بخیر زندان کردن این چی است؟ کرامت شریفов بردی کشتیش داروش دادی این تاجیک نبود مایل که ما قلق بود حساب نمیکنیم کما برای که قلق بود. خب دیگر تاجیکایی که در داخل زندان احسان جان و دینایف تاجیک نبود که جاش کده انتظار دیدن را شبدین بدالوف ناموش فراموش کردم شبدین بدالوف محمد جان رحمت جان شبدین بدالوف تاجیک نیست. این انتظار دیدن بردن یک کس دیگر تاجیک نیست. بچه یا شبین انتظار دیدن بودن حکومت رحمانوف چیزی شما تاجیک کشته با دعوا از دفاع تاجیک دارید. من همین را میخوام
برای یا همش بود برادر هستم. فرمو تو چندی ظلم شد خلق خب کرد مثال باید که خلق به دور شدگی باید یکم مسئله شد میگن خیلی نمیشه خب میکنی یک تا بودا محکم کستند میکشند این دیروز پره روز چیزلا چند دا اینا کیرپیچی دا ده برادر اینا زدن مایدان کشتن اینا سه کسانی گشتن اولی هم برنامه دا ما یک نوار موندم که توجی که قط کده یک قطق جف کده در کنوش دو بینکه زده. بله تشکر برادر عزت. ایشالله که من اینجا یک مهمون دارم، یک برادر دوستی عزیزی بنیامد گرامی است. این برادر از سیاست بیرون تجارت قطعی کار میکنه وزیر سیاست در نیست. نه که به هر حال بگیم که یک سلام علیکنی اومده است. بله برادر رو لایک فراموش نکنید. خوش میکنم دیگه برادر رو بیان فکر نظر خودشون برادر عزت تشکر. ایشالله این برادر فهمم این برادر کم تر نظر شد. خب یک دقیقه برادرها همین بگیم که برادر قطعی هم صحبت میکنیم. ما اینجا داخل میکنیم برادر گرامی اولی قدر خودمون نوریدین رضایی. خوش آمدم برادر نوریدین تاجی سر. تشکر. خوش آمدی برادر. صدا هست؟ صدا هست. بهترین. کم ترک بلندتر. سلام علیکم. و علیکم السلام. راستی خسته نباشید در این نیمه شب. افیر از پیشم برآمد خیلی گوش کردم. بعد کامنت رو خوندم. برادرها خیلی سلام فرستادن. ما هم دیگه روز خیلی شد در کامنت نوشته اصلا نویس داشتیم. بعد خواهش کردم که یک بار بدروی صحبت کنی. ما هم دیگه سخن اونا رو نشکستیم. خب این خوش آمدی. ما سوالت نمیتیم برادر. خب 350 نفر که اینجا هستن به همشون سلام علیکم. و کسانی که سلام میتن و علیکم السلام. خب برادر خودت استنایف، برادر عادل خسته نباشی. سلامت باشی. خیلی خوشحال هستیم از دیدار شما. خب دیگه خوشحال هستیم از اونی که مبارزه را پیش میبریم. به یکون پاوز رنگی ما سوال نمیتیم. همین برنامه را که دیدسته باشین دوستی عزیزم، یعنی میتونین که هم فکر نظر خودتونه یا سیاسی و ای سیاست بیرن یا بگیم که همچون تاجیکستانی اگر که هم خیلی از دورتر هم گیریم همچون یک تاجیکستانی هم فکر نظر خودتون. من راستی که برنامه شما را موضوع گرمی که در میان گذاشتگی هستی ویرانش کردنی نیستم، چون که در مسائل سیاسی صحبت کنی نیستیم. به همین چی یه عادیش صحبت کنیم. شهروندی خب شهروندی همیشه پیشتر یک برادر انا خطا نکنم انا گفته ثابت که مردم حالی آماده نیستن و مسئله اینا مثلا عزت امان خودش یک مثال زنده هست که اون کس همیشه در خدمت همین مردم مهاجر بود. امروز که در مشکلی غلطید و بردنش با سبب همین کمکش به مهاجرا، تقریبا مهاجرا مثل که یک وجود ندارن. امروز باز همون مثلا که همچون صغیره زندگی کردن، به صاحب زندگی کردن، در همون روسیه را مثلا بر عهده میگیرن، به کله میگیرن، اما حمایت از یک هموطنشون که همین شب روز وقتی است که چخیره که در اول دستگیر کردن او خیلی یک فضا دیگه شده بود، یک خوب خلاصه یک جنبش بود. انا رفته بودن به نزد سفارتخانه، مراجعت ها زیاد شده بود. امروز تقریبا نیست وجود نداره. پس سوال این است که کی برای این مهاجرا یا در عموم برای خلق آماده است که چه قربان کنه؟ یک سوال طبیعی است که امروز باید برادرای مهاجر، خواهرای مهاجر سوال بود. این سوال باید فکر کنن و جواب بدن.
امروز وقتی که از حامی خودتون، از دستنگری خودتون که امروز احتیاج به کمک داره، وقتی که صدا بلند نکرده، از او حمایت نکرده، کی دیگه آماده است یک قدم پیش بزنه؟ نه. من براستی نوارای همون کس میبینم در وقتی خب رمضان بود طعام میداد مردم، در وقتی خب این کووید 19 بود مردم در کرانتین بودن، وضعیت بیزی بودن، خب نواروش حاضر هم هستن، ماشین ها قطعی می بودن در بالیسته ها، در ایرپورت ها، اقلا همون روزا را فکر کنن، همین مردم یک از یک مشکلی کاریش میغلطید، یک از سومش نمیدادن، شب بود روز بود میرفت عدل به عدل، سپیسپریوم به سپیسپریوم میگشت. کنی همون خلقی که با از میان اینها با کسای میبراین بازید و دعوا میکنن که از من فریب کرد، از من پول قرض دار بود، از من پول کند. این خیلی رفته ایستاد است، این خیلی مشکلی رفته ایستاد، این خیلی چیزا هستن که انسان وقتی که میبینه از دور نظارت میکنه خیلی ضعیف میشه. ما تنها فقط عزت همون گفته ایستادیم، در اینجا کرامت شریف بود. پیش از این خب قبل از این خوب نخختان مثال آوردیم، احسان آدینایف بود، برادر رحمت جان که به نزدیکی بردنش 20 سال دادنش، شابدین بدلف که به نزدیکی بردن 9 سال دادنش. یعنی هم از مشکلات، مصیبت ها و غم های هستن که هیچ انسان را بی‌طرف گذاشته نمیتونن. سوال این است کنی مردم، و من علاوه کردنی هستم در بالای صحبت همون برادر که واقعا هم مردم امروز در گرفتار یک چیز دیگر هستن، دنبال یک چیز دیگر هستن. من اگه اینجا شما رو برادر استنای و برادر عادل چی کردنی نیستم از فعالیتتون، یا اینکه مثلا زیق یا که بگیم که فکرتون رو عوض کردنی نیستم، ولی حقیقت همین است. ما یک مسئله تاجیکی داریم که خب انسانی خواب بیدار کرده میشه، ولی که انسانی که خچه به خواب میگیره نیست، صدا از یک طرف هست، از طرف دیگر صدا نیست. همین سبب شده بودن که ما شخصا یک قدم قفا گذاشتیم. هر وقتی که مردم آماده شوند، ما دیده ایستادیم هر روز پیگیری داریم، هر روز ببینیم که هم مردم روزش رسید آماده هستن، با یک قدم پیش میزنیم، در پهلوشان قرار میستیم. اما امروز من فکر میکنم که اولی آماده نیستن و برای همین بهتر است که از قفای درس، از قفای یکان تجارت، از یکان کارباری دیگر توی که مردم پس اینجا برادر نوردین ریزایی ببین، آدما خانه میسازن، برای خانه ساختن اول زمین میکوان، یعنی که پس در او آو میزنن، بعد از آو زدن اون لایه باید سم بزنی که لایه آماده شود، یعنی اون لایه سم نزنی آماده نمیشه. وقتی ما مردم رو کووندیم، آو زدیم، باید پزوندن در کار است. اگر که نزنیم هم خیلمونیم با گشته زمین میشود. خب این برادر جان مثلا این فکر من است. من نمیگم که شما مبارزه رو بس کنید، شما ادامه بدید و دلپری منم شما هستی که مثلا امروز میدان خالی نیسته و شما قوت دل ما هستی. از این چیز هیچ وقت من مثلا گفته نیستم که کار شما بیفایده رفته است، یا اینکه مثلا اگر شما نمیبودید شاید ما هم تصمیم نمیگرفتیم. من شخصا شاید هم تصمیم نمیگرفتم، ولی قوت دل ما هم شما هستی که میدان خالی نمونده. باز هم کوشش دارم بکنی، هیچ اینه مثلا ثوابش از جانب الله میگیره. هستن روزی که ملت بهاگذاری میکند و برای این زحمت ها تشکری و قدردانی میکند. خوب عزت کردن اکم موندیم نه که اولی هم وقتی خیلی چه داره هستن. خب ما اینجا که کرامت شریف کردن، عزت کردن، من کامنت‌های مردم رو بخونم اگه سوال باشه. اگر خب سلامت باشه برادر، یک از بنام افغانستان کابل. خب یک برادر به نام سپورت، سلام علیکم اکی نورالدین، بچه کم نمایی نکن ایاد ما میبرای. خب
اون سوال باشد برو بفرمایید. دیگه برادر رو قبول کردن. و علیکم السلام برادر بخیر. خواهی نمیشه جواب قبول میکنم اگر صحبت کردنی باشی تنها اینجا گفتم باز اصلا گپ مردم نمیزنم. سیلکه را پرسیده بودم. پیشتر من همین کامنت رو خونده بودم. قیصر بود رویم. برادرایی که نمیدونن سیلکه این نوار چخیل در برادر در استودیو پیوست شدن با زبان انگلیسی دیسکریپشن نوشتگیه، با زبان روسی نمیدونم چی نوشتگیه. خلاصه همین تاک نوار یک نکره میشه میبرویه. چیش میکنم رو بررسی. خب اینجا برادر یک برادر بالا اینجاش هم گذاشتی اونجا هم برادر باید ببینن. یک از نوشتن برادر چرا افیر نمیکنید؟ پیشتر برادر در همین مسئله صحبت کردیم که حالی وقتش نیست. وقتی افیر وقتی دیگه چیزا خوب اینا برادرها هستن. نه خب خواهی نه مثلا وقتی که برادر هستن، وقتی که ما میگیم که من با رحمان روز کار ندارم، اگه سوالم اگر دودنی باشه به تشویش اون دیگه به همین مردم سپاریدم. مردم با رحمان کامنت نه از شما کامنت خوندین برادر از ببین میگم پایان در مخلصات نفقه زرجات کداگی درآمدگی استودیو دا فکرم جونس استودیوگان همه میخواد خطیب گپ زنن نه که همه ای سیاست سوالات میتن بیار یا بلوش میدیم دوایت اینا خیلی خب نوردین رضایی برادر باید برنامه‌هاشون شروع کنند. افیرهای خودت خوب بود. اینو آوردم برادر نوری نه امین دم پایانت ماندم. سلام علیکم. با همه مخلصات با همه استودیو ابداگیو ما با هم برادر بسیار وقتا مخلص یا شدی همه اکا بودیم. وقتا چی باید تاری کردی و همون نو پاور مورا پاوریش چی میکردی که همون وقتا گرنی نه کار خود دیگه بوده جای خود همه میتونه همی کارا مقصد بود جای خود در دل نبید همی من نه درومم خطایدم و مقصد درومم منظور خودت همون چی است؟ برنامه بدون مرز است. همه برنامه همه تماشا میکردم مقصد یکی عبورا چی مقصدی که یکی اوخیلی گفتی رحمان آمد در شما سپردم شما را در رحمان برآمدیم. بله درست در فیسبوک ما هم نوشته بودیم و حوضی هم در همون کپمون هستیم. یک مثال میارم برادر. خب امروز من نرخ‌های بنزین دیدم در تاجیکستان. نرخ بنزین 11 سومون، نرخ دیزل 10 سومون و 70، نرخ گاز مایع 7 قریب 8 سومون. ببینید که در کشورهای پیشرفته دنیا این ما مثلا در اروپا زندگی میکنیم. خب یک کشور مثلا استرالیا نمیشه نه نفت دارد نه گاز دارد نه هیچ ندارد با وجود این سطح زندگی مردم بلند هسته ولی با این نرخ رسیدگی نیست. سبب بلند شوی یعنی بلند کردن همین چیزا در چی است؟ سیاست در دخالت کردیستی؟ نه ما در اقتصاد اینجا. خب سیاست در دخالت کردیستی؟ مردم روزی هست، مردم پول میتن، مردم فکر میکنی که اگر یکگون مشکلی ندارن باز هم قیمتش کنن با دادن میگیرن. برادر نوردین همیشه یک سوال با میون میاده. یک چند خب پیش ای گرم کردن همین نرخو وقتی که در رادیو زدی همین رو نمایش دادن که نرخو قیمت شده انا تاکسیو برای چی قیمت میبرن مردم فهمیدی در همون مومنت تاکسیو اون قیمت کردن بعد مردم چی میگن میگه که اوخینم تاکسیستو اینم تاکسیستو میفهمی او تاکسیست میگه که خب بنزین مرا قیمت کرده کن برای این مفکوره مردم چیکار کردن در کل شدن در کل که ای مردم این بنزین او تاکسیستو اون نرخ قیمت شما تاکسیستو نیست اینجا مونوپول رفته است اینجا دیگه شخصیت رو نمیمونن که در سوها کار کنن نه که بابا دل در همون زیر همون کامنت همون بنزین ما چی را خوندم خیلی بگیم که خشم اومده بود کدام یک جوانی نوشته است که آقای رحمان فهمی که برا 100 سومان کو بیا سال دیگه غم نته دیگه بازیش ندارن نرخ همیا که برا 100ش که من یا سال قرار بیست
برادر عادل مردم همه را میدونن، مردم همه را میدونن، باز هم خاموش هستن. مردم تا اینکه حرکت نکنن مطمئن باش برادر عادل حسنیف ما هیچ کار کردن نمیتونیم. مادامی که ما راهی مثلا پیش گرفته بودیم راهی انقلاب مردمی را، به مردم ما هیچ کار کردن نمیتونیم تا مردم تصمیم نگیره، تا مردم خودش نشینه فکر نکنه تصمیم نگیره ما هیچ کار کردن نمیتونیم. سیاست دخالت کردیستی. بنزین یک مثال بود. نرخ‌های بازار خوراکه را ببینید. نرخ‌های بچه سوئد ما در عصر 21 در سال 2021 اینا 22 درآمد ایستاده است. دیگر کشورها را ما سوئد داده ایستادیم، خود داخل سوئد نداره. مردم مثل که در همه گوشه کنج یعنی قطعه زمینی که در همین توش مثل که هیچ کس اصلا زندگی نمی‌کنه. یگان صدا نیست. Sveta Afg'onistonda do destek Tolibon ultimatumش موندگی هم به سویتا به پول دو دسته وزید. اینجا دیگر برادران نوشته‌اند که دعوت کنید در چی استودیو. دعوت که داستانه زیادانه که سیاسی میشه میرایده بعد. نه دعوت که چی هستانه افته دعوت که برادران گفتم دعوت که خود صحبت میره و بعد برادر دو سوالش نتیان هم برادران که یک خانه میکنه برادر. خب برادر دراندش بفرما برادر عزیز. میکروفون تا بکشم. یا برادر گرم قبول. علیکم انکل. وعلیکم السلام. همین من راستی گپ یک سوال دارم. میروای سود کو برادر؟ همین میروای سود خیلی требования داره یا که چی لازمه برای میروای سود یا که چند آدم در کره که کتاب مراجعت قبول کنن ایش تا پریپری میده یا که چی همین بچه درباره همین چی گفتن میتونه معلوم دارم. برادر نوردین رضایی بخشش میپرسه ما همین را جواب بشتیم. اگر میروای سود یگان رول بازی میکرد با فکر منده هم طالبان را راهش میافت. ما هم گفتم دوام دی برادر نوردین رضایی. مثلا میروای سود یا که سود بین المللی که مرکزش در هلند است لهای فکر کنم لهای بله. خب او سود بین المللی است که فقط یک شرط داره که برای اینکه بالای همون کشور حکومت یا شخصیت وقتی دعوا کرده شود باید همون حکومت همون کشور امضا کرده باشه، یعنی در همون سگلشینشون باید که شامل شده باشه. اکثریت حکومت های دیکتاتوری در دنیا در همونجا امضا نمیکنن. توی سمیده کرده چه مقصد دیگر همین چیز ولی پای دیگه لیبای خیلی زنه پوری لیبای کارکنن کشورهای دموکراتی مترسیده به چون و چرا اونجا امضا کردی بگیم عضوی همون هستن. همون تاجیکستان و کشورهای دیکتاتوری اونو میترسن از این چیز. برای وقتی که شامل شد من خودت یک گروه از مردم میتونن دعوا کنن برای کدام شخصیتی که باشد یا کدام مقامداری که باشد. خلاصه من یک پیشنهاد دارم. شما را چه معنا بسیارتر مردم میشناسه امی باور میکنم این که ما در مثال اعتبار بدگین برادرو امی در پاکستان چند تا کارایی که اینفورماسیون اتاک کو پروگرامیستو خاطرو یک وقت در کاری چی بانک تاجیکستان از لامت کرده تا از اون بچه بیشتر بود کاری 26 سال شده بود از دن من نمیدونم چه کاریسته باید دیگه کار شده دیگه نپیمر بعدی که کامرا را مونده بودم بسیار آدم راستی گنده بسیار آدم قرضور شدن همین یه برادر بود که یاردم بود آدمو مقصد دیگه پول نمو را توضیح کرد یک یاردم شد رسونده عصر 21 برادر میشه در اینفورماسیون اتاک کنی این اقتدارو را که اینفورماسیون اتاک برای همین ما شما در مراجعه دارم اگر که خیلی تو نباشه یا بار گپ زنیم که همون برابرو پایدار شوند خود در یگان خیلی را ندارم مالی همین پایدار شوند کمتر سیستم اتاکشون فقط برای یعنی قرض آدم را منال کردن نیو
полнополитические темы, ки дар системашон аст, банкшон аст, ёки архивошон аст, взломат кунанд, дар одамо нишон диҳанд, я муроҷиат кунанд, мумкин ки бишнаванд ака. Мумкин ки бишнаванд. این مراجعات خیلی کافی است برادر. حداقل 500 نفر این پیشنهاد خودت شنوید. اما این فکر این یکی از همون راههای مبارزه است. اکا این مقصد دیگه همون آدمو یا برای تو помогетим этим людям нам точнее нашим братьям, нашим там всем. Вот если ты слушаешь, сделай вот, я прошу тебя, там ты это для себя, это вообще ни о чем. Возьми, взломай эту систему и все на этом, короче, покажи этим людям, что вот люди, вот у них вот такие счета, вот люди, короче, вот такая информация у меня. Чтобы люди проснулись. Наш народ, большинство из них до сих пор спит. Благодаря этим людям, вот Астана, Акай Нуридин и другие люди, которые там борются против этой системы, они хоть как-то делают, чтобы этот народ просыпался. 3-4 года назад, если честно сказать, там в этих эфирах никого не было. Но в данный момент, хоть там доли, если капелька, то наш народ начинает просыпаться. Вот, на самом деле, он когда это. بهترین. یکی همه آدمی که در سیاست دخالت میکنه، آدمی که در سیاست دخالت نمیکنه که گپزنی مسئله قیم ده. نه خیلی سیاست ما رنگی پروگرامیست رو خودت پروگرامیست باشی بعد در نه که ما تا او اکایی که همین کارا کردگن تا او من نیستم که راستی همین نمیشم باشی در مسنج ما برو اکمال اصناف نوشتگی است برو بعد علاوه صحبت میکنیم. خوب برادر تشکر. خوب با اجازت شما ما هم میبرم. میرای؟ بله. خوش آمدی. سست کردی برنامه را. پرسخه نداره یکون چی دیگه؟ نه دیگه خداوند که خلق ما را بیدار کنه. باور کنید خلق بیدار شود این مسئله این روزا بگیم که یه روز این مسئله را حل میکنه. یک روز حلش میکنه. 300 تا بگو طالب اومدن 28 ولایت گرفتن با موتورسیکل قطعی. بله. اشرف غنی در راهش گم کرد. دیگه نمیدونه کامس بگریزه. همین مردم یک 3000 با غیرتش بخیزه میدان داد. با اشرف غنی خیلی با غیرت به چند روز این سوسه چی کرد؟ رحم بیم دستیوسه نداریم. و اشرف غنی پروست نکن نمیفهمید چی گپ بود. فهمیدی بعد خیت کرد کی خیلی با گره. خیلی خوش اومدی. خوش اومدی برادر. برای خوش اومد همه کسا. دنیا بانم. خوبه برادر ما و شما نوردین ریزوی بود دوستای عزیز. یک بودن کی بودی نوردین قطعی خیرخش کرده خودش برو مادر رفت کو. انا بارول خوب امیر سلام علیکم. سلام علیکم برادر مهربان. و علیکم سلام. تشکر زیاد برادر امیر. افسوس که اکای نوردین برو مادر سلامت باشید. برادر جان چی گفتنی هستم انشالله نصیب کرده باشد من مثلا 3 اکتبر در شهر مسکو карантин سر میشده است. همین با خبر است راستی گپ من در برنامه دیرتر در اومدم گفتنی هستم که برادر جان این ماجرای ما به حد انسانای خوب هستند. سلامت باشم برادر جان. انشالله که من از سال گذشته ایزد امان بود یاردم میکرد. اکی این سال کی یاردم میتونه؟ این سوال مهاجرو داشت. مهاجرو میتونه کامنت جواب شب نویسین. این سال اکی این سال کی یاردم میتونه؟ من از 3 آگوست 10 روزه карантин بعد وای میدونم که انشالله که سال گذشته برین اول 10 روز گفتم بعد 20 روز گفتم بعد 1 ماه گفتم بعد 2 ماه گفتم بعد 3 ماه گفتم. خوب است. پر سال گذشته برادر هوا گرم بود. یک کوچه موچه در اسم پدیز مدرسه پدوال خو میرفتی
мисол зимистон омад, имрӯз барф борид дар Москва. Як инсон чикор мекунад? خب برادر مهدی ممکنه یک سوال کنیم؟ سلامت باشه. لبای برادر جون. السلام علیکم و رحمت الله. میبخشه که ما در اومدیم علاقه بعد در اومدیم. برادر عزیز همین مردم توجیک برای چی کار میکنن؟ لبای همین مردم توجیک برای چی کار میکنن؟ پاتنت. برای زندگی، برای پاتنت 5000 پاتنت، 5000 6000 رجیستراسیون شدگی، 6-7000 کвартира پولی شدگی، 4000 خوردن شدگی. همین حساب کتاب میکنید 12-13000 روبل میمونه. همون 12000-13000 هم در تاجیکستان میافت کو ما میافتیم کو ما هم در ما حیات همون نمیمودیم. افسوس نه اون بیچاره برادر عزیز بعد وقتی که خودت میگو وقت گذشت باز نه نرخ ارد 330 سومون شده میگه در بعضن جو. بله برادر. نه نرخ قیمت اینه بنزین قیمتش راه کیلو قیمتش خلاصه که انا همین انسان باید یا فکر کنه که برای چی کار میکنه یا نمیکنه. بله برادر جان آدما ماه فرستادن اونش برا تسلا برو ارساده آیفون 12 برو ورده. آدم ماه پریده رفساد راکت کسی ابراد نمیاد با همون راکت دنبالو کار فرمون شده. محول هم خوکبازی برادر امیر مهدی رحمانوف میگم من پیشوی شما هم خفای ما رفتم گیره یگون بهبودی آوردگی هست برای مردم تو امروزه. یگون وردن توی خود دوری که برای رحمانوف فهمونی که رحمانوف اینای مشکلات رو میتونی که باید رو حل کنی. یگون وریانت دوری که برای رحمان بودی که وریانت پروست هم خیلی کشتش جمع میکردو از سگیه چید میبرد وفشه دیگه خوش نمیشد. اون پلوی که دوست آورد باید در جاش مومد روز برو برادر جان ما اینجا مالادیجا کو مالادیجا هر یک فکر دارن هر یک پلانو داره. افسوس که ما دکومنت روسی نداره. اگر ما دکومنت روسی می‌داشتیم چقدر کارمون شد. اینجا روز بر روز وضعیت ما بهت بد شد برادر. بله. خب برادر عزیز یک دقیقه بگویم من مسئله عزت همون است. ما کمی از موضوع برآمدیم رفتیم. بله. امروزه مسئله عزت همون است. عزت همون از پشت کی زندان شد؟ پشتی با فکر پشت ما برادر. چیکار کردیم چیکارش کردیم؟ ما دستگیری نکردیم برادر. دستگیری نکردیم برادر جو. سال گذشته که یاردم داد دستگیری نکردیم. ترسونچک هستیم میمونیم برادر تا این پدرانه در بالای ولایت هست. یعنی خیلی مونده رفتم این بعد میشد برادر. میدونی چقدر نگاه یک سوال دیگر. امام علی رحمان آخرون غمی تاجیکای افغانستان خورده استوده است. این زندان شدگی و عزت همون اینقدر کشته و قتل شدگی یا تاجیک نیستن در تاجیکستان همین احوال یا مادرایی که در تای زوادها کیدت شده در درون واگونو بگیم کوچه رفته امام علی از همون نلاک گرفته زندگی داره. اون مادرها و تاجیک نیستن او که امام علی رحمی یا غمی یا تاجیک هستن. خب آخر سخن یگان چی گفتن هستی برادر عزیز؟ سلامت باشید برادر جان. شامدی. من بسیار وقت شده در برنامه شما یعنی نبودم. انشالله که اکنون نصیب کرده باشه اکتیو پیگیری کنی. انشالله پیگیری میکنم. ما چند سال هستم برای اکا سنف که شناس هستیم و تمام گروه 24 من از گروه 24 که شناس هستیم برادر جان. اکای دادر هستیم همون. انشالله که چی گفتنی من همین آخر سخن گفتنی من که سال گذشته ایزد اما یاردم داد. اکیم سال کی یاردم میتیاد؟ آواز انشالله برادر. برف میخوره امسال اکو فقط برف که تیش کم سر میکنید. بس بودگیست خب به آرون ناموز شدم برادر. بس بودگیست. استفاده رحمانوف برادر. سلامت باشه. طيب سلامت باشه. طيب اردگان فرمود. السلام علیکم. و علیکم.
Salomatlar xo'bi. Shavkatjon, salomatlaring yaxshimi jo'ra? Tinchmisan? Tojikishmi? Rahmat, yaxshi. Men Izzat Amon to'g'risiga bir bo'lgan voqeani aytib beray. Xo'p. Men avtoservisga ishlayman. Bir tojik Nexia bilan keldi. Arzon qilasanmi, yo'qmi? Gaplashdik. Nima ish qilasan desam, shu Izzat Amon Muhojir radiosi karantin vaqti yordam qilyapti xalqqa yordam qilyapti. Bizga spiska bor dedi. Men ham xizmat qilay shu xalqqa dedim. Oldi 9 ta kishiga o'sha meni nima otirimni o'sha spiska qaytarib berdim-da o'shalarga. Familiya, nom, adres 9 ta insonga 15 kilodan mahsulot o'zim tarqatganman. Oilam, bola chaqa hammasi yerga. Keyin oilam qanday ayol kishi? Dugonalariga ana olib kelib berdi, tarqatdik. Biz ham beishmiz, bizga ham yordam yo'qmi? Bizga kontakt yo'q ular bilan. Keyin oldiga qo'ldan kelgancha biz ham xizmat qildik. Shu xizmatni men qilganman. 9 ta insonga, 9 ta oilaga yana 15-18 kilodan mahsulotni o'zim tarqatganman. Men uspet qila olmayapman dedi. O'sha nima jurnalist u, nomini bilmayman, lekin jurnalistman dedi. Bir Nexia keldi. Shunday qilib Izzat Amondan Muhojir radiosi ekan, qanaqadir radiodan mahsulot olib o'zi tarqatayotgan ekan. Shunday qilib bir xizmatini qilamiz xalqqa, Alloh rozi bo'lsin. Ana shu Izzat Amonni 9 yilga qamadilar. Sababi shuki, shu muhojirlarga non bergani uchun. Shunday. Bu badbaxt nima qilasiz endi? Badbaxt endi istiqo. Endi shu non yeganlar qarga. Hammasi xonasiga mazza qilib yotibdi. Birortasini ishi yo'q, turmaydi orqasidan. Birortasini u bilan ishi yo'q. Bechora 9 yil nahot men tashiganman o'sha narsani, men berganman. Qo'lim bilan olib berganman. O'sha ayollar chiqdi, yig'lab chiqdi oldimdan, duolar qildi. Biza videoga xizmat qilib ularga jo'natib yubordik o'sha bolalarga. Men berdim. Rasmga tushdim, biron gapiringiz bormi dedim. Rahmat dedi, nomlarini aytdi, videosini jo'natib o'rganman qaytarib o'sha insonlarga. Men o'zim tashiganman. Endi bundan kelib chiqayotgan narsaga qarasak, agar yana shu narsa o'rischasiga stoyt, yana bir inson shu Izzat Amonning joyini olib shu ishni qilsa, yana u ham 9 yilga qamalsa. Ne stoyt. Men o'ylayman stoyt, sababi tepadan qo'ymaydi. Umnilar deydi-ku, umni insonlarni qo'ymaydi. Nima deydi? Gulchin qilib terib olib ketaversa, nechta odamlaringiz olib ketdi? Olib ketaversa, u uchun menimcha hech kim bu narsani qilmasa, keyin bu xalq mana shunday karantin holatga, yana bir holatga, mana ayollar, mana yosh bolasi bor insonlar, ular nima yeydi? Ular ochdan o'lib ketadi. Xalq turibki, o'zini orqasidan o'zini huquqini so'ramasa-ku, bu mana shunday ketaveradi. 10 yil bo'lsa ham shunday bo'ladi, 20 yil bo'lsa ham. U mana ke Xudoga shukr, men gaplashganman. Naverna meni jo'ra tanigan bo'lsangiz kerak, men bir yilga gaplashdim. Bir vaqtda siz bilan. Endi nima, endi bunchaga narsaga bizda aqlimiz yetmaydi. Endi menimcha xalq turish kerak. Xalq tursa-ku, xalq mana shunday, men aytmayman, qo'liga yarog' olib, Dushanbega bosib borsa, xalq uyg'oq bo'lsa, menimcha o'shanda bir narsa bo'ladi. Agar xalq uyg'oq bo'lmasa, uyg'onish kerak. Xudoga shukr, mana sizlar bor, boshqalar bor, uyg'otyapti. Juda ko'p kishilar Xudoga shukr uyg'onyapti. So'rasa hamma protiv. Aksariyat mana keladi meni oldimga, aytaman-ki, men shu mashinalarni ta'mirlayman. Inaqda savol beraman ko'pidan. Kelganing sababi kim deyman, kelganing sababi kim deyman. Ha shunaqa, yo'q, kelganing sababi o'sha kallag'avs. Mana bu yerga kelganing sababi. O'zbeklar bor. Kelganing sababi kim deyman? O'sha O'zbekistonning kattasi. Sen mana kelganing sababi. Keldimi? Kelgandan keyin bu yoqqa joy bilan ta'mirlash kerak. Shundaymi? To'g'ri. Joy bilan ta'mirlanmaydi, ana shu ahvolda yuraveramiz.
rahmat oshnam, endi bu gaplarni hammasini yana mardum xalqqa yana tojikisiga aytib berishim kerak, yana boshqa odamlarni qabul qilaman. Alloh rozi bo'lsin, men chiqaman. Alloh sizdan ham rozi bo'lsin. Xo'p, این برادر میگه که در سرویس کار میکردم، روز یک انسان اومد برای تعمیر ماشین. بعد پرسان شدم که گفت میگه که از در رادیوی مهاجر کار میکرده است، قطعی همون ایزت همون یک هم خیلی برای مردم کمک کرده ایستاده بوده است. گویم که یعنی آدم در کار است، کم است آدم تقسیم کردن ده، یعنی خیلی کمک ها زیاد. 17 کیلویی گفت، 18 کیلویی هم محصولات ها، یعنی پیاز و کارتشکا و بگیم همین چیزا 17-18 کیلویی آرد و همین چیزا. و این بچه میگه که من رفتم، میگه من گفتم که من کمک میکنم، اما میگه که ما 17-18 خانه ده ما برده، میگه سیومکا کده ویدیوشا دادگی هستم همونو ده. میگه که من خدمت کدگی هستم همون روزی مشکلی که همین مردم ده مشکل شده بود در خیامو تقسیماتی مال ایزت همون خوراکا و چیزا 17-18 خانه ده. میگه همون راههای دورتر نزدیکتر ما بردگی هستم، میگه ماشین خدمتی. یعنی او بچه هم به همین کار مشغول بود، برای تقسیم کردن چیزا، سپیسکو بود، کدام آدرس کدام خانه چقدر چیز دادن در کار است. ایروی همون سپیسکو میگه من، میگه این ازبک بچه میگه که منم رفتم، میگه قطعیاشون یاردم دادم، تقسیم کردم، میگه که خیر شود، ثواب شود، خدمتی من برسه. گفته این جوانم همراه اویلش هم بگیم که هم خیلی یاردم کرده است، یعنی اویلش قطعی زنش قطعی گرفته ده کسب برده تقسیم کردن است. خداوند خیرش رو قبول کنه. خب برادر اسیسر بفرما برادر عزیز. سلام علیکم. اکه عادل هستانه اشتازین خوبه؟ شکرانه خدا، امیدوارم شما خوب باشید ان شاء الله. ما بچه‌های فرخور همسایه اکه یتیموف SSS باشه، سلامت باشه. خب بفرما برادر چی گفتنی داری؟ من مینینی من کینو میچ تماشا کردم، اکه خیلی نمیشه، بیام یک تا عبرت کنیم، نمیشه خیلی والله خواستم. یک کینو میچ طرفمون همون میگن که SS اگر همسایش باشی یتیموف همون لقای است. نه بابای ستار میگن با خدا لقای نیست، توجیکه روزی دادرش مومین شیطونک در مسکو کرانتین ده کرونا ویروس ده همین جایلی خوبه بالین سده. و چی خیلی گپ میزنه توجیکی را گپ زدن نمیتونه. همین تاریخ امیر رو میدونی برادر؟ فکر سنه تاریخ امیر رو میدونی؟ اما داکیشو ایش کم میدونه شو. کیون داکیشو تاریخ دیگه. جمشیدی دادرش سلفیه نمره یک بهترین بچه با خدا، مومینی دادرش شیطونه با خدا پس. دو تا سه تا فرزند درجه تولد میشه و نگهبانیش اصلا والله قسم جمشیدش کیلو بچه سیمگیش کنجکیشون عجیب بود، بچه سلفیه عجیب بود، انسان خوکسور میلیاردر خوکسور نرکبیزی است بود وقت شده توبه کایوزیا. خوش به حال همتری مردو، خوش به حال شد یک جای باشه. این حیات و خیلی نیست، امر بگذارد. با یتیم سلفی را زندون کرد و دو در خچه زندون نکرد، دو هم سلفی باشه. والله قسم دو در خچه بیر جدازی کار میکنه، میدونه دو درش 100% اکش گفتگیه که بیا گمش که نکمی کار را 10 بار یتیم فخچه گفتگیه. همسایه ما هم امنیت در کار میکنم، با خدا قسم میگه که میاتیم با هم همسایه ما همش فرخور، همش به الله قسم امنیت در کار میکنن. گوله که می سینف 11 بود میکنه امنیت در کار میگه به الله قسم یتیم ما از مجلس میگم بچه‌ها هم سینف ما همش امنیت در کار میکنن. با خدا میگه یتیم کو که بولو را توبه کن، خدا را گناهکار بروار میگه. بیمایل این گپش چی با توجیکی گپ زدن نمیتونه، همین چیزا ما حیرانم. خدا لقای نیست توجیک بابای ستار میگن اتش و خیلی اگران کیسای لق چموش چی تنگه نه کی توجیک دو در دیگری شانی مومن شانی هم خیلی گپ زدن نمیتونه توجیکی را میگم. اکسنت قطعی هم خواهم بدونیست است برادر، اصلا هم خواهم بدونیست است. دو برشه سه برشه جواب میده.
خب برادر اسیسی سودی اولی تاجیکستان برادر عزت همون با 9 سالی از زندان حکم کرد. اگر شما در جای همون سود میبودی همین را دیده و دونسته که هم خدمت‌های همین مردک به همین ملت رسیدگی های و شما با قلبی ایرا محکوم کردن و پلویی که گفته بودن دروغ بودن راست بودن مردک گردون دو شو. شما در جای هم سود میبودی همین را چیکارش میکردی؟ سود خدوزاده خودش پروکورور چی با گوش میکنیم بگو سود به گناه آدم 99% تاجیکو میدونه که عزت همون با خدا به گناه 99% تاجیکو هم مقصد زندان کانشو چی بود برادر با فکر این کلاغاوسی حرام انا به فراکی گفتی محمد اقبال که 10 کس بشناسش سلامت باشه یگان خرسخان داشته باشه لبوی خبر محمد اقبال ایخونه یتیموف با خدا قسم ایخونه جنوب لبوی خبر ما دادی سمش لبوی خبر افرخور لب کلوب لبوی خبرش با خدا ما زنده باشه شه یک چیز دیگه است پس وقتی که خودی رحمانوف و گویم که اینو خودشون تاجیکو را میکشن زندان میکنن در جامعه جهان دعوا میکنن که طالبا تاجیکو را کشته است کلاغاوس خودش فقط تاجیکا کلاغاوس خودش میکشه آخر سخن یگان چی گفتنی هستی برادر آخر سخن من فقط بچه امنیت با خدا قسم میگن می عبرت کانی بودن جنوب و الله قسم امنیتی چون عبرت کانی بودن هم یتیم با خدا قسم اونجا موبایل در درآمد کی نکنین با خدا بچهای فرخور کلو و سه همش گفتن به عبرت چکیم یتیم درآمد کی با خدا گفتن عبرت نکنین امی خدا زده خودش نموندگانی بچهای فرخور با خدا کلو همه روزی که می کلاغاوس رفت شوای می تاجیکستان همش با خدا میدونن دومودوش همش حرامیوشون دزدیشون همه را میدونن خیالتون نمیاد دیلا شیدگی نیستن همش والله قسم دیلا شیدگی میگه این ماکینی زنک زدگی نه دو داروش میگه بچه‌ها امنیتی همش اشتوی من میگه بخدا همش دیلا دوران میگه لبوچ دیلا دوران میگه بخدا مو نکی میگه مو کلون نمیگیم یتیم فخچه نمیگیم میگه بخدا قسم میگه مو همه یورا دیلا کاگی میگه بخدا قسم میگه همش بچه‌های فرخور یک اپان خیلی تماما بخدا بچه‌های امنیت چی نکنید بچه‌های فرخور 100% بخدا فکری خالدم بخدا این است که یتیم فقط هر دشم رحمانو بگیرم پلپچونش کنم چی مشکلی داره بچه‌ها بخدا آخه هم بیچاره هم یتیم خودش موندگی یتیم فگوش میکنن اگانی بخدا قسم همش روزی ان که جناب یک ساعت قطعی اولادش میگه بخدا مو یک ساعت اجازه نمو نیم ساعت میگه میبرداریم اولادش همش بخدا محکم میکنیم بچه‌ها امنیت همش هم خیلی میگن والله اخرانیت کدسته او بچه‌های اخرانوش همش از خشوی مرود تل خمه دونی جیانی وایلو فخ همه اخرانوش خش تور جیانوی مرود تل خ همش بچه‌های امنیت نه که همه نیمش بچه‌های فرخوره میگه بخدا شما عبرت کنین و خودمون میگه میچینیم علاوه میگه خود چون میگه امنیت خودمون میچینیم بخدا علاوه میگه سلامت امنیت تاجیکستان بخدا قسم میگه همش دیلا کاگی تیار دوره میگه ملبوی چه میگه تو روستام شد تو مهرمیگور قپیدگی کی را همش برادر او میگه لبوش دیلا دوره بخدا میگه لبوش دیلا دوره مو کلون ایشون نمیته میگه او اگر امنیت یک خونی باشه او اگر دیلا داشته باشه هم کلونش هم میبنده خطی رحمانو دیگریش هم میبنده و امنیت دم بدم اینه مبارزو گشته مبارز نمیدزدن ای کوچه ها بگیم که برای همون تشکر به هر حال با فکر نظرت برادر عزیز از تنه لبوی خواشی دی شلو مت ما ایشالله ما دجال باید نیست کنم نشه خیلی عبرت میکنیم رنگی یک تا عبرت میکنیم اولادوش تمام میگریزه خودش میره نه سلامت باش برادر تشکر فکر نظری هموطن بود انا به هر حال بگیم یک تا رفتن میگیریم اینجا بگوی و دل وقتی بسیار بچه رو نمیگیریم اصلا عزت همون یعنی که از عزت همون بیرون نمیریم بله اصلا بخشش زیاد برادرها در تاب بسیار شدگیان به خاطر که صحبت کنم برادرها را چی میکنن تست و فکر نظرشون رو بگن قبول شد همین عزت همون ای پشتی کی زندان شد خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر و دیر برادر استنه سلام برادر حاضرین گرامی این خلق مقصد من بودکی من
نوروزگی خلق ما جوان و مکس استانایف مقصد نوروزی خلق همه گوداکی میفهمیدم میگفتن نه کس نیست گپ زنن نه حوزی هم که برادر نوردین رضایی قید کرد از میدان خالی نیست از خود داده و تمام اینا برادران گروه 24 که محمد اقبال ده ها برادران مخالف فایده شده ده ها گناهش باش برآمده برادر دیگه یا خک را گفته سه چی گفته سه آخر هم اصلاح طلب داره تمام همون گناه چیز بگو همون خک شده اگر هم چون خطی و زبانی و هم چی هست آخی خلق هم با بهترین گفت هم برادر نوردین رضایی مفکورش خوب بوده خلق هم مقصد خلق تو خودش یاد چی را مقصد چه بگم خودش برادر عزیز برای چی میذارم تو یاد چی را ازم نگیره برادر عزیز برای چی ایزا تمام زندان شی بابا دیل اول ما وقتی سفر کردم بله اول ما انکدوت بگم گپ هم برادر ده بعد دوامش میدیم یک آدم رفتن میگیره یک آدم در روش توف میکنه در روش توف میکنه اون میگرده میگه که نفهمیدم تو شوخی کردی یا سریوز نتوف کردی میگه سریوز نتوف کردی میگه خیریت که سریوز نتوف کردی یعنی که ما شوخی را نمیبرداشتم بازی مردم ما هم خیشیدگی هست هم خلقی ما هم خیشیدگی هست دیگه چیکار کنیم یا پروستو شوخی را نمیفهمم و کاری سریوز نداره کش نیستم یا شوخی کنی بعد میخیزنیم خب آخر سخن داری یک گفتن برادر سوال خود جواب ته خیلی بکن تر صحبت کنیم برادر برنامه خودتون در اومده صحبت کیسه وقت متفاوت صحبت کن سوال خود مقصد جواب وقت اومده بود یا سفر کردم اومده بود همجا موجیرو همش مقصد گپ زدن اکای عزت کلون موجیرو که بود گفت که باید واخری کنن تو این وقتا خیلی گپ نبود تو این وقتا اکای عزت یاردم میکرد خیلی سینی و گپ نمیزد سینی کلادم سینی سوزگار نه یاردم خچ میرسون چند قاعده اش میومد چیکار میکرد و این کرد که وقتی که داو گپ زد اکای محمد اقبال که ده آدم شناختش اکای برادر ما میاد چرا نفهمیدیم عزت ای پشتی کی زندان شد عزت ای پشتی ما و مهاجر ای پشتی 2 میلیون 3 میلیون مهاجر هست که اوزی خپن اوزی فقط برآمده استعفا را همون گفته سن پشتی ما زندان شد که ما را درد شکایت ما را باید میرسون حالا که بود سوال دیگری است که همین خودت همین دستای نمیدونی که یک آدم دیگه در جای عزت ببرویه و باز او هم قربانی شوی پشتی مردم آخه همین از خونی هم مردمی تو از خونی مردمی توجی که قربانی شده شهید شده بگی برامو رحمان قلدریا کده سبا یا نوما چیکه نومیا سرخاندرو را کجور آریش که سبا بر خونی مردمی شهید شده گیره برزه که اصلا همو دریا کلان سرخ میشه و خونی مردمی شهید بس خلق با خودش بخیزه تو که مردک بخیزه دیگه پشتی مردم تشکر که دیگری را فکر نظر شفهمه انشالله خوب اینجا برادر است عبدالله فرمو السلام علیکم و علیکم سلام سازی خوبی برادر هستن نه تشکر امیدوارم که شما خوب و صحت سلامت باشید شکر الله مهربان برادر بابا دل خوبی سازی نغزی نه الله برادر عزیز امیدوارم شما خوب باشید ان شاء الله الحمدلله شکر برادر عزیز عزت همون ای پشتی کی زندان شد عزت همون ای پشتی نمی خلقی نمی گمراهی به سوادی که حقوق خچ دفاع کردن نمیتونه ای پشتی نمی آدمو هم ای پشتی نمی آدمو محکم شد با خلق خدمت کرد گرفت محکمش کردن برفت ظالمون نگاه دارن که هیچ کس باید ای رستم بالا نباشه هیچ کس ای امام علی خوشکلان بالا نباشه این هم خیلی خب کرامت زندان شد قتل شد عزت اینا زندان شد چی فکر داری همین استویت است با یگون انسان دیگه از حق هم مردم دفاع کنه و دستی کمک با همین مردم دراز کنه یعنی همین چیز استویت است کردن اصلا برادر یک چیز خیلی است که مثال هر آدم نین اخچه داره
هیچ کس نمیخواد که یک قهرمانی که مثال خلق دوستش میداره، یک انسانی که خلق نغزش میبینه همون مثال ای دست براوه، نه که او آدم برای ما خلق مثال مهنت کرد، برومد ایشان داد، مثال راه دروورد، مردم خیلی مثال جهان شونه، دانوگی شونه، مثال حقوق شونه دفاع کرد، مثال خیلی عبید نایده پشتی هم آدم گپ نزنی، مثال عبید نای کی مثال اول امی ویدیو دا سرکردنم دا یک نوار موندو کی یک جواز همون نوار خود دم است از روی کردیم حد کداگی در همو میقپنش می قرتقش میجفن میگه نیکریچی میگه تیرپی میگه короче آواز طبیعی شه بود نرمال در کنج دوبینکا میزنه یعنی همین جوانو رو کونتی کده سردو دیستن در میراسی آخه خیلی همین تو چند خب کردی ظلمت میکنن و چند خب کردی ظلمت میکنن خب کردن در کنش بیست همین ظلم کو ظلم در تمام جا در مردم تاجیک شدیسته در تمام جا در روسیه دام لوبوی جا تاجیکستان در خودشته لوچی همی برادرها یک گپ بگردین برین همی تاجیکستان از حق بقپین کو در دیگه جا واجدتون میکنن همرو از حق بقپین همی دیکتات را چپک نیکو در دیگه جا واجدتون میکنن اگر نیکی ای همه در ملتی پسترین کو توفتون میکنن داروتون داروی همه من توف میکنن ما خدمت دلی نمیکنم من با یک تایشمویم داروی همه من توف میکنن بخدا دوای ممالی چی است که مثال گیریم نجات دادن توجیکو را در افغانستان پشتو کشتیست افته در تمام دنیا امروز با همون گروپ رقصش یک سمالیات رقصه یک سمالیات دیگه اخران خودش در تمام دنیا رسخود کرده دویده گشته است که طالبات توجیکو را کشتیستن یعنی پشتو توجیکو را کشتیستن اونجا جنگ قومی است گفته پس ایچی دوا است حمایه توجیکو را کشتیستده است آخه بخورد کلان تاجیکستان معلومه بخورد کلان تاجیکستان معلومه که امام علی کیه برای چی میکنه این کارا برای سوم برای سوم همه این کار برای سوم شدسته برادر عبدالله رول از سوم بازی کسته برادر این برای سوم برای برای تاجیک هیچ وقت گم نزده بود گم نمیزنه تاجیک 30 ساله ظلمش کسته خب برادر عبدالله گوش کستم بدانی آواز полный گوشید اکای عادل هم آواز گوشت آواز نامده است شما اومده است عبدالله آواز هست آواز شروع است صد مسلم آواز میفهمی آواز است آواز شما هست برو یه برگه برادر عبدالله لوای گوش کستم بدانی اینم یه دقیقه اینجا یک تا کلی نه همینجا آوردیمش انشالله بدن عزت امونو با چی ضرر داشت این بچه گپ داره اینمی بدن عزت امون یک خطر کلان در حکومت بود برای که خلق عزت امون دوست میداره خلق عزت امون نغز میبینید مثال عزت امون میدانست که با پشت براوه سلامت باشی کو کدوم برادر هستن سیم بود رفت سیم گرفت سیم گرفت خودی میوانش یگون آخر سخن داری برادر عبدالله آخر سخن دارم که به خدا برادرها دیر شدسته هر یک وقتی ما هر یک مینوتی ما غنیمت های برادر مردم تاجیکستان در نمی قدر گفتنیم که ای برادرها شما را آب قیمت شدسته روز تا روز بنزین تون قیمت شدسته زندگی تون وزمین شدسته به خدا نفس کشی تون تنگ شدسته نگاه کنه که فرزندای شما در روسیه میمرند یگان بار در یگان رسانه تاجیکستان نمیتکی نمی قدر آدم در روسیه 1000 مرده میبرنه ای بچه در یک ماه 1000 مرده با تاجیکستان 1000 تا مرگ تاجیکا میبرن همین دوچی همین 1000 کس بخیزه دمو درن با خدا 100,000 میشوند در بین یک ماه 100,000 میخیزه من همین گارانتی میتونم که همین 100 کس نمی حکومت در اوگروزای بخیزه دم درین تاجیکستان 100 نفر نیست همین شیردیلایی که با خدا بخیزن ای حقوق خودشون دفاع کنن نمی هر کس بخیزه همسویه چه زشیشت کنه همسویش میخیزه کو ناموسش میه ای پشتی میخیزه گم میزنه نمی امروز میه فرزندی را شتقتی میزنن ابلا و میکنن ای خونش کشده میگیرن میبرن همسویش با خدا خپه
ایرا همه مردم تاجیکستان میبینه بابا دیل همه مردم تاجیکستان میبینن با خدا قسم کو دیلش کو آخر سخن کود برای مردم تاجیکستان کو یگون چی گفتن مردم تاجیکستان ناموس فقط ناموس بقپن ناموس بقپن انشالله امام علی میگرزم یا ما به پارتوکورتا یا ما دمو کورناک نمیمبریگش نگیده میوی میخری امی مردک شدی کو انشالله خداوند ایاس میتاد زندگی تمیوی یا ما کور نکنه امی امام علی خودش میبرویم میره میگه بس که امی مردم یا گپ شید بس نمی عذاب امی وقتی تو کار کردی تو گویا عذاب دو دسته خلقه تشکر برادر عزیز لایک فراموش نکنید برادر عزیز تو که دیگه این برادر مسلم بفرما سلام علیکم امیدوارم همه کسا نازین علیکم سلام امیدوارم شما خوب باشین انشاءالله فرما برادر مسلم جان چی بگم عزت اما برادر عزت اما یکم آدم نیسته که بردم یا آخران هم نیسته ولی میبرم اگر هم انتر خواب بیستین همه را پدیت بردن میگیرم چی با بردم عزت اما عزت اما مجھے یک لیدر شدگی بود در موبایل همین خلق در فوایت خلق مجھے یک لیدر شدگی بود عزت و یا نمیمونم همین لیدر برومد میگیرم خیالشون اکو همون اگروزه برای همون یا آدمی که پیدا میشه در پشتش 100 آدم میخیزد مجھے اگروزه برای او حکومت اگر امروزی که به جرم قلابی عزت امون زندان کردن به جرم قلابی باشد باید امروز تمام حکومت امون رحمانوف زندان شود همش قلاب همش دوستان همش ولادگران همش ریبالخورن وضعیت آچنیکن سلامت باشید برادر عزیز امروز یک کانال تماشا کردم میگه که بلیت نمیدونم 14000 بود از سرحد اومدیم 1000 سوم گمونا گرفتم ها واقعا قلوبی هست همه جا بگذاری قلوبی هست خوش به حالت برادر عزیز یگان چی آخر سخن داشته باشید مسلم جان بفرمایید بابا عادل آخی همون اون روزی که این برادر برادر من از سوال دارم مسلم همین کوتوتر یعنی که عزت همون ای پشتی که زندان شید ای پشتی همین مهاجرا ای پشتی همه ما پس همین مهاجر همین مردم که در همین حالت پس زده رفته ایستادن روز تو روز یک انسان میخواه میاره بکشه برو رای همینجا کمتر بالاتر ناموسی همین مردم ها دفاع کنه همون انسان زندان میشه پس همین ستویت است که با یک آدم دیگه بیاد در جای عزت همین کار دوام بده دین روزی گذشته بخشش روزی گذشته من همین سوال جواب دادم چی برنامه اکه حسین بود کوتوتر برادر همین مردم ستویت است همین حالت دوزی تشکر نگهبان برادر عزیز ان شاء الله زنده باشین همه کسا در امان الله باشین سلامت باشید شما برادر توجیک سلام علیکم و علیکم سلام همیا نیا سوال دارم هفته دیگه به میاد این قدر گپ زدن چی که دیدن این قدر یوردم تون داد این همه آدم رفتن شینوندن 9 سال این 9 سال شما ایامو آدم مانست دور شدین شما را در چی کی یوردم میتیه در بعد با خمیرن تشی نمیدونم کی رفتن این چیکو کردن این درش کی داد میکنه همون چه خیلی که پیشینه بود همون خدارش دوام میتونم در آینده پیش کی رفتن این همه ایشون چی مصلحت دادن برادر عزیز بیا کوتوتر میگیریم همین عزت همون ای پشتی کشیشت ای پشتی همین موجوده ما همه آدمایی که بیرون ای توجیکان در آسیا بودن با همه چیز ستویت است که یک آدم بیا جوی این همین مقصد این همین اگر یگان آدمی که اگر آمدنی باشه پیرو چور یکم همین یا بالو کرده هم مرده که بروردن نکره بعد یک ستویت همه که اگر که نبروره آدم ها درش بشینن دهن شانفوز نگاه کنن نیستویت کرده چی تشکر آخر سخن داری یگان چی بفرما برادر من میاد ما حیرانم
чико кардестиян ё на давашон боз мешинад бо пагажна бо ҳамун проблемашон меша ман намедонам пеши ки меравниё. Teşekkür barudar. Xudoning yaboqi shu digaron fahmim. Mana barodar Farruh bufardin. Fikr nazari خدا سلام علیکم. و علیکم سلام. السلام علیکم آقای عادل اسنای برادر با تماشابینان شما. چی فایده داره آقای اسنای؟ همه ما استرادات کردیم. ایزاد امون ایستیم و سیمو تایوسیمو کردن. در دولت بگونه کجا برآمده میدیم میکنم پاسورد میروان. همه این ننگ و ناموس پروسه یک بدور کنن. ننگ داشته باشن خدمت همه آدم رسید. این ملت این حکومت لطفیه. اگه پگاه بجاش تو شوی اگر ترا میبرم محکم میکنم. من کشیدم اگه مرا میبرم محکم میکنم. یک روحی پول کورکنیه برای که مردم باید نشوه بانم. مردم به ناموس شوه باید. مردم همه خشیدگی تا که میکنیم با خدا قسم اینمی برادرها میبرن گپ میزنن اما دبار کنیم اشروع یا دیگر مخالف کدوم این نباشه با خدا قسم میبرم محکم میگن آیا تو میبره تا که بوده که سوخه یک بار بیدار شویم ما هم زن و فرزند داریم ما هم زندگی بخواهیم ما برای همین آزادی همین مردم برای ننگ و ناموس همین خود ما که تجاوز شده چی است که در افغانستان پشتوها طالبا توجیکا را کشته ایستادن جنگ قومی رفته ایستادن دوای سری چی است که در حالت که خودش 30 سال توجیک میکشه یک روسیویه یک آرتیستیه برای چی طالبا پیش قدی طالبا رو همین طالبا وقتی که جنگ کردن راهشون داد متر اومدن در برلینسال دخترا خودشون تبوبات میکردن همش بود چیده برآمد پروتی برای که یک روسیویه کم مشکله اینجا سر دوای رحمانوف که طالب توجیک میکشه ما یک گروه مردم تاجیکستان را تراوید کرد که مثل همون سرحد قرغیزستان روان کردگی بریم اینجا هم تراوید کرده تیار کرد همون خیلی شیطانیه اینها در اپوزیسیا بازم بگیم که پیش راش گرفته که در بازی‌های این انسان داده نشین اونجا بگیم که مسئله خودشون است مسئله حل خودشون است داخلیشون است شما حق ندارین و بگیم که چیکار کنین خطونا بجقیم بشینین اگر اقدر توجیک دوست دارین اینمی امامالی خودش توجیک دیسته پس بخیزین زید امامالی یعنی همین تفی امامالی را در امریکا خیسته برآمده دفاع کردن در امریکا پلاکت و ملاکت کردن ملت توجیک گفتن پنشیر گفتن آخه همین امامالی کشته است امامالی نیست کرده است او چیده همین امامالی خودش کشته نمیده یا برنامه روسیایی نکنه دکونه نشوه بخیزه مردک بوری گپ شد خیزه یه سرجم شوه خیزه روه اما او میگریزه بخدا اوزه سمالیتش بوره تیاره یک داما امریکا پلاکت برداره بگن امامالی 30 سال میشه و توجیک کشته سای طالب نه 3 روز شیده باشه اگر راست میگو نمیکنه میترسن دروغ نکرد دکونه روسیان شیطانی میکنن اگر ابا چه بس بودگی توکه میکشه توکه مبارزه میبره محکم میکنه توکه میدزدن توکه محکم میخیزیم در طرف اروپا میگردیم بجای ما پناهندگی میپرسیم ای پشتی حرومی و بخیزه یک بار همیلت یک بار چشم روسیه نه دیگر دولت یک بار بینه آبادی را بینه چیده را تاجیکستان همینه کردن نمیشود تشکر برادر عزیز فرخ برای فکر نظرت تو که دیگر رو هم فکر نظرش بشنویم الله نگهبان تو باشه اکه از تنهای بخدا خدمت میکنه اکه عادی شما دی برادر یک چیز یک کنن که بخیزیم ما بخدا قسم میگم بایی همه ما برای همین ملت برای آزادی ملت کرده است چیز استعداد کرده است در کدوم راهی هستیم ما را بران زندان کنن با هم مردم خوب شه هیچ گپ نداره یک وقت یک شعر نوشتم که شعر مردم در غم این ملت آبادیان دور از آزادی خواهان خوش نمیآید مرا واقعا مردی که امروز میبینه که حقیقت یک جای در اونجا داخل نمیشه او هم اینجوری زنکیش خوبه زیبنده شد برادر تشکر برادر عزیز شما در امان خدا الله نگهبان تا مردم بخیزه ننگ تونه یا بیدار کنه بخیزه به خدا قسم میره وطن و آبادی در تاجیکستان فکری فرزندتون نکنه ننگ و ناموستون یا باید دکنگی نکنه درویگی نکنه بخیزه مردم الله نگهبان تا الله نگهبان باشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اکا سنای اکا عادل
علیکم سلام. شما سوز تنش خسته نباشین. نسبت همی کی اکا سنر چند بار سوال داد که برای چی و بردن محفوظ کردن، برای چی و آدم رفتش و آدم برای وجدانش رفتش. من زدم اون کتی یگان بار کارو بارم غلطیدگی نبود، یا دو سه بار کتی اون کت صحبت داشتم. مثال همی آدم سرازو میبینی که آدم بین رنگ بین حال پرس میگن. مثال بسیار وقت زحمتی همی مهنتی برای مهنتی خلق بود. من اکای شریف کارما در 2005 شناس بودم. اون کس هم ناز میشناختم. در چرکیز کار میکردم. اون کس حالی یگان کس نمیشناخت مردمی تاجیکای ما. من اون کس پادرشگاه میکردم. آدما ما через اون کس های رجیستراسیا میکردم میسونسن. اون آدم هم پشت وجدانش رفت، مرد رفت. یعنی چخیل برادر پشت وجدانش برای که وای میدید که همین نسبت مردم تاجیک وای میتونست که خب کنه رنگ دیگه مردمای حاضره، نه که وای وجدانش که عذاب میداد وای پشت همین مردمی ما میخست گاو میزد، نه که همون انسان ها هم میدونستن که برای گپشون شاید امروز نه پگه برن کشنشونن. من این گپ برای چی میگم؟ یا چند سال پیش حالا این یوتیوب بسیار پاپولار نبود. من خودم چند بار ویدیو کردم یک جوده که نمیگم شما دارم مثال خیلی چند صد هزار آدم دیده بود. من علیش خودم زنگ زده بودم دادم چی کار داری، چی مردم هم میترسانی. مثال منم رنگ همین آوری هم وقت مثال چه مردم داکومنتاسیون نسبت داکومنتاسیون در مسکو گپ زده بودم. برای همین دام چرکیزم کار کردم. اکا جان همون دام چرکیزم بیچاره اکا شریف کارما چند بار مردم ما را پادشگاه کرده بود. پای گپ کار دا گرفتار شده بود. یک بار اکا شریف کارما تا سه چلیک شد ایرپورت دمدید و ملیسا شکست بودن. اینا شما بسیار آدمو نمیدونن. برای که من اون انسان کردی رنگ برادرانه میشنم گاو میزدم. سه چلیک شد ایرپورت دمدید و گایو شکست بودن. ایرپورت دمدید و همین کدوم اکا اودید کدوم هست آدمایی که دمسکن میدونستن میرفتن اکا رنگ با گستاپو بود. من میکرد آدما رو داکومنتات کانتر نیتو 5 10000 20000 دیپورت. اون کس رفت برای مردم ما شده سه چلیک شکستن ساترودیکوی همو دپس. این اکای کیرا شریف کاراماتا یعنی از نگاه شما در تاجیکستان یا که تاجیکستانی بودن یعنی چه شدن در کار با وجدان بودن در کار یا به وجدان یعنی چه فرق؟ همه این همینجا از نگاه کنن بسیار آدمایی که وجدان هر یک تای ما داریم، شما هم دارین، همین اکای اودیل هم دیگه و دیگه همه ما داریم. اون آدما بسیار دارن وجدانشون. اونا میتونستن که چی اکایش گن کرامت چی اکای عزت نکنن. رنگ گفته شما که مثلا همه مردم یاردن نتن، یک مردم یاردن بودن اونا مردن رفتن. پیغام شما برادرایی که وجدان داره چی گفتنی هست؟ پیغام من برادرایی که وجدان دارن مثال همه باید یک تا رنگ اکای شریف کرامت داری نباشه. مثال دم مسئله من در روسیه باید چند تا باشه، چند کس باشه. اگر هم چند تا را برن زندان کنن بعد چی میشود؟ میبرن اکا شاید 10 کس شاید 100 کس هم باشه بردنش ممکنه. برای که مردم ما همین مردم بزدل شدگیم، ایما مردم اسلام گرفتگیم، گپ مدایقه مو نمیگذره، گپ مدافع خواهر مو نمیگذره. یک کس میگه رومال تکون میگه سراز اچون گجو گپ میزنه. من نسبت خیش تبرای خود مو را در نظر دارم. رای حل مسئله چیه به فکر شده؟ رای حل مسئله همین باید همه برادرانه باید همین به هر حال همین خیلی چیزا چه گم دل شکسته اول نشویم. چه گاز ایزاد امون هم میبرن شاید کشنشه شاید نکشنشه. به هر حال ایرا گردن در کار نیست. ایرا وزبینه. ایرا هم خیلی آدمای خوشا دارن که چند کس ایرا میرون بومشان میرون. درو افتاده نباشیم. باید یادگاری ما همچون من نسبت دولت چیکار ندارم، نه که به هر حال مردم تاجیک باید یادگاری ما را همه تاجیکستانی نه که تاجیکستان چند ملت دیگه داره. نه برادر ابوبایلو بسیجا خیلی نسبت این دولت کور میگوی ندارم که همه مصیبت همونجا تشکیل میشود. همونجا گفتم تولد این مصیبت همونجا. این فکر نظر شگو بو دیلت دیگر غمش نتیم. من فکر نظر من که آدم فهمیدم شما که اوجا سر میشه فکر شما را من به هر فهمیدم. ما باید همه ایدئولوژیا میگم. یک چی بود ایدئولوژیا بود که اسر دیگر وست آفریقا در یوردان میکرد برای وینه برای ایدئولوژیاش. شما ایدئولوژیا همه آزادی را بردن گیرین امروز نشه فردا همه یگان فایدهش میرسه برای مردم تاجیک.
سلامات انا ابقى گپی من امین اکا حسنایف باشی خدا نگهدار برادر عزیز. خب بابای عادل راستی من بگیم که آدم ایرای دور اومدم بیشو گشتگی مونده شدگی هستم پایان پری آدم است. خودت یگان چی گفتنی داری در این مسئله عزت همون مثال گیریم بگو تموم کنی چی شد باور که من مونده ایم خطا نمیدونم نیک به هر حال که اینمی قدر مونده بدن قطعی اومدم بازم در اومدم گفتم تو قطعی مردم یک صحبت حسنایف من نمیخوام که باردارو ناامید باشم یک مینوت گپ زنم برم خواهش میکنم خیلی که همین 5 دقیقه گپ یک مینوت خب سر کردیم اینا بابا دل 1 مینوت کوتاه بفرمایید باردار. السلام علیکم. و علیکم السلام. آزادی با که عزت امون پیشکی همه همه سوز خوبی برادرو شکرانه خدا. بفرمایید باردار عزیز یگان چی گفتنی بوش بعد من نما حکومت درو میگم اگر همیشه یک تمره حکومت درو گوش کردسته باشه مردکشین ایروی ما دودار ما خیلی قصگیری نکنی نبره سویده نمونی مردکشین مرا والله قسم روز میشه یگون کسا نمیبخشم اگر مرا گوش کردسته باشه که کودک نبره و خی نشکنی اینو میگم آدرس نامید نباش برادر از این شاءالله که همه خوب میشون. سلامت باشی. حکومت دارو در پیغام درف رسید برادر و این در درنی سمالیات های با فکر می برادر. سلام علیکم. و علیکم سلام. این مسکه اعلام شود ما دایجو استایش مودم بگم بدون نمیتونم. بفرمایید برادر. شما ده برادر صدا بزه بس. به هر حال میگه نمیتونم اصلا میگه نمیتونم که امروز خانشو میگو. آخه صداش بزه بعد از این بلند گپ زد برادر کلو. آلیو. بفرمایید برادر بلند گپ زد. اومده است. بفرمایید. ما کاسا غیر داوری جنگ. ای کلو وای درن میشال تا اگون دوش نی. ایم درن میشارم. یگون عبودی کوبودی میگم بخت و قسم دروغه همه. پیغام تا براسون برادر عزیز. پیغام آکه چند کاری بگوی همون قدر بخت و بودی ما چند قدر که خوشی بودی یا با ما مومیله کنم اینا میگن که ما مردک که ما شیر بچه این ساریم بگوی یا تشکیلش کنیم تکرید نیم تو چند تا شیر بچه هم ابریاتی پاسپورتاتون ها بگین که تراکوب رکنیم روی کنیم اینجا بچه هستن که میگم وای بودجه دیوردم میکنیم بعد اینا شیر بچه هستن که امی جان در غریبیان نمیتونن رفتار 2 ساله 3 ساله رفتی ندارن بیکار بدن ها مورا کم تا فادی شکل 100 نفری هر گروه های نهی گروه های خوشینش گروه های دیگریش 100 نفری و دام اگر روی کنن 300 نفر میشه انشالله همه خوب میشه گپ بزنیم بخدو باید گپ زنی یکم مردم از همونجایی که ظلمش میکنن در همونجا باید گپ زنن برادر عزیز خوش به حالت خوشکار برو گپ زن به پول میبرند خوش به حال برادر عزیز وقت کم مونده است اصلا و یک زورا کردیم نه ما گوش کردیم ما بخدو گپاتون گوش بسارون که همینوتی وقت بودیم در توجیکستان اگون زاود فابریکا نمیبونن که او بود چاب در همین کلوز موی از زاود پختای بود 1000 نفر کار میکرد 3 کوچه گردی همون زاود پخته را بود همون 3 کوچه همه شایستو همون زاود نان میخورد تشکر برادر عزیز بعداً تو در برنامه که انشالله بعد سر پخته میم کوتاه بابای عادل یعنی نفر دیگه مونده است همینا را سلام علیکم. علیکم السلام. روزین خوبه سلامتون خوبه. شکران خدا. ما چی دارم که همین برادر عزت همون اکو برنامه هستن کمک کردن کو وجود همون هست که بدن کمکشون کردن بتوان که گپ زنن همون دمو خپن باید گپ زنن در نماگدون تف نکنن در کامیرا هستن این چند دو برنامه داره کن همون را موندن نکرسن و شما خوش میتونم برنامه تا دامون خدوان نگابونتون
خدا نگهبانت. خب بابا دل کوتاه بادر جان بفرمایید برادر عزیز. سلام علیکم. باز امی یا برادر کلوبی برآمد برادر استانه یا همون گپای حق هم میگن این طریق گپزنی او را میمونه برادر عزت همون گپ زده است عزت همون برای عزت همون اگر که مثال اینا گروه شما گروه محمد کی محیدین کبیری محمد اقبال همه اینا و جمع شوند نه مهاجران میخزن میرم این طریق گپزنی قد میگم که من همون درم برنامه اکا سن اشو گفتم که یا 6 سال گم میزنن امو رحمان میگه یا سگان میجکن یا تا تمام باید این ترما را جمع میکنه اوج جیگا هر روز نباشم ببرم من میگیرم یا چی میشه بعد اوج جیگا هر روز نباشم ببرم وزیر رامین عزت همون ای پشتی کی زندانشین برادر ای نگاه خود برادر بود ایجاد فرقش نیست پشتی کم میشیده نشده این ما برآمده گپ زدیم با گپ زدن ما چی کار بود میشوه سلام علیکم شی تمام وقت فهمیدیم ایسو گوش کن برادر و دل یک مینوت بس که من یک آخه مردم این گپ تخلید میگوی که برادر بهادر من نمیخوام بلند برم ده خطی خدا این گپ خودت میگو هر روز مردم گرسه کوز مونده هستن آواز جواب برن گپ زدن اون میتینگ میشوه همون اعتراض میشوه برادر و دل چور برادر که میره اونجا خاموش بودن نشون نمیده تو چه خیلی مبارز اینم ختم مبارز میگیری برادر بخیر نبره اینا اگر مبارز باشه بخیر نبره ما خدی اگر میشیم ما بر وقت میرفتم ما خدام مبارز میگیرم نامو نخونو میرقم و چین کاگیان برادر عزیز برای من همین خیلی ضروره که من همین خیلی گپ زنم برادر وای فکر که خود دورگو وای فکر که دورگو سی کسا جمع که نمی فورد گپ زنی برادر چون در جوش گوش نکه بکشی ما گپ میزنیم برادر برادر یک دقیقه برادر رو گوش کنین ده هر داد آرام یعنی این فکر نظر خیچه دوره برادر و فکر نظر خیچه دوره کدومی که اگر از مبارزه دل خنک شده باشه یا که بگه که فایده نداره و پروگرام های خیچه پیشنهاد کنه ببرویا یعنی که گپ زنه یا اینکه گفت همون گپا بسیار انسان بودن که یه وقتا مبارز بودن و دستاشون شتگی در درون ما پای کارشون رفته ایستادن بسیار هیچ کار مجبور نمیکنه اکا اصلا اکا جان نگاه کده یا گپ پیش گپ تا ما امی میگم ما امی خویم برواردگی انکو ما یادو میگم برام امی کلاغاف سی رحمان ف میگم تیر ما بخرم بگم ما خوینم زنی تر خر بگویا که اکا ما خویم کی باشم بس اکا ما کی خویم باشم اپای ما درازو او چای ما درازو زن گولک ته میخرن کیف صفو میکنن میگه اینا ما خوینم ما بدرین توجیکستان ما بیو دکازات کنیم که کی خوینه کی دزدی و کی برادر که تودین رحمانوف در تمام برآمدش طالب تروریست میگه پسله نوریم دیگه بس کرده از گپا گفتن وقتی که رفتی گپا نمیگه رحمانوف او هم خلاص او هم گرگه که دور دید میدان خالی دیگه جکیدن میگیره رحمانوف تروریست میگه خوین میگه هر چی میگه ولی پگا بزبره با گفتی هم گپا هم 7 درصد نکات میدروره اکا اصلا ما میگم مرد باید باید بمره های نکیو جپای مد کسال که ما میگم خدا یک شیر بچه جمع شب بدرویم بدرین توجیکسونا ما به عروج یا به یکم چیز نه با زبان میگم کوکی ای خوین یادو ما میگم چهره روی همین کلاغاب سنگو کنم این ما باید دارم که اگر یک شیر مردم جمع شود کو احساساتی حضور در حالت خونتون کم تر چی شده است احساساتی تو با اوجرا نمیره با 30 نفرت 20 نفرت با اوجرا نمیره با اونم خیلی مغز سرشوشتگی گفتی هم گپو در کورس و اکا دو در خودت زیدی خودت میخیزه ما اکا ایسو گوش کن ما احساساتی میدونی برای چیم برای که نایم شیر مردی مورا بردن کنی تر مرا جوکن ایجاد یک بار نته کچک بچه‌ای که فریبشون میکنن عذابشون میتن با میترسن که بران گپ زمان نیو دوجه قرار میکنن که ما با اومدن ما همون اورا دیدم همون زنکایی که 100 چند نفر گریه میکردن و بچه ها و مردکا و تلفن در دستاشون زنکا را پیش میدروردن که تو که زنکا گپ زنن هم ماشون تحتای درخت ها میگریختن که ما را بیاین یاردم کنین خب بعد از اومدن یک گروه جوانون نمیدونم کی ها هستن اصلا یک چند نفر بچهای نگو بیساکا بچهای خدورامتی کرامت شریف
ҳазор омад ба падар бо ина писаршани биромад дар ҷои аташ уже дифо кеса ҳаққи халқ. خب یک چیز دیگه ببین بچه این کرامت اومده است که اومد یاردم کرد ما میدونی همینجا چی در یادم زد من تماشا کده ایستادم شکرانگوییشون در تاجیکستان با پیش گفتن ما میدونی چی در یادم زد ما وقتی در قشلاق بودم خورد خونه تقوی مامام در میگشتم بالای کهوده همین خر روزی در روز ما همون تقم میزدیم و گندم میکشیدیم و زغیر میکشیدیم و آو میکشیدیم همین گوشاش نمتری خام کو لوق لوق کده تا بگر کار میکرد همین بگر تقم شمه گرفتیم هم خرسان میشید که گوشاش سیخ میشید و همین میدوید پایان طرفی دره میدوید او فکر میکرد که پگه تقم نمیزنم با پگه میوردیمش تقم میزدیم با تا بگر گوشاش لوق لوق میگشت با که تقم شا گرفتی گوشاش سیخ میدوید همین مردم ایمو که اینن هموز کیر شیده عذاب برامدن یک چند لحظه گوشا سیخ خرساند رقص نمی نو تولد چیدگی بوری یکی 2 روز بعد با میزنن در همو عذاب یعنی یه حل مسئله نیست یه بار دودن یک بار نجات دودن عذابش گپش در همین چیزش در همین های که 4 ماه ویلوکشون نگرفتن اومدن همین پاسپورتشون نگرفتن دادن خدا را شکر میگه پاسپورتون مونده اسمو نیش در علامه یا 100 کسب دادن با 80 کسیگر را برفتن 80 کسیگر جو نوور یا که نوور که برورده است کله 80 کسیگر هم تریده است خب برای فکر نظرت من همین شب روز میگم که شب روز میگم من احساساتی برای نای برادر میشم که امروز این شهرمرد ما محکمه اوچای چی در درون دلش چیه که 73 ساله ای باید دبر اوچاش باشه این برای چی من میگم که یک شهرمردای جمع شود که بدرویم با تاجیکستان ها من اول به خدا تکیه دارم بدرویا که من باور دارم که شرمندگرش در عالم میبرم کوکی یک تیر و یک تیر همین مبارزه که بیاروق بدرویان سخن حق بخوام بگن یادش بمبرا کو حیاتش قطعی همه ذاتش وجود داره چی دولتی باشه وجود عذاب میکشه میگه بر پدر نلاد رحمانوف که تو ما را به این بدبختی آوردی تشکر برادر خدا نگهبانتون باشه من دیگه وجود قطعی بچه‌ای که مبارز میگن کو من نمیدونم کجا برم من نمیدونم ان شاء الله به سال میریم خدا نگهبان آنا بابا یادیل بله بفرمایید دیگر که 2 ساعت شد گفتیم که 2 ساعت طاقت میکنیم 2 ساعت شد ما دیگه چی بگیم برادر عزیز ملت باید که تو ایو را اگر ندیده باشه که ایو شد دید برادر استنایف اگر تو ایو را اگر بگن که دیگه حزبو بدن دیگه کسو بدن و جنگ دختن و چیکو کردن اگر گناه اگر در سر او هم که بزنن امروز دید که واقعا چی حال در کدام حالت قرار داره ملت توجیک و هر یک روشن فکر و هر یک شخصیتی که بر منفعت این ملت کار کرده است را بوده میشه و بر منفعت این ملت میگه او برده میشه و عاقبت ایو درخت به حاصل عاقبت او مردم دیگه خدا میدونه که چی میشه برادر عزیز به همین خاطر میونات و سخت بنده هر جایی که خود پایمال میشوند برآمده به یگان این اون از حقوق خودتون دفاع کنه بگه پلوت و میگیرن بگه گفتن یاد بگیره انشاءالله بعد انقلاب میشه خداوند همه ما و شما روزی باشه پروردگار در امان خدا باشه برادر استنایف تشکر برادر یادیل که همکاری کردی قطعی با این قدر ایستادی صحبت کردی انشاءالله که امیدوارم که بگیم که صحت سلامت باشی سلام علیکم خب برادرای عزیز هموطنای عزیز راستی من امروز خواسته بودم که مردم میبرویا برای عزت همون یعنی که او انسانی که یک آدم برای چقدر آدم یعنی که قریب 2 میلیون آدم در جانکنی میکرد افیر میکرد گاب میزد تاوی افیر پر اکات شیر ناری اکامو قطیتیم اکای عزت معذرت میگم که موندیم اکای عزت چخل ببینیم اتخطا اکای عزت مو قطیتیم اکای عزت خود چه میگفت 200,000 جوان لشکر تیار دارم لبای جوده یک آدم برای همه اینم قدر تونست کرده نه که همه
برای یک آدم هیچ کار کردن نتونی. خیلی که میگن که یک پدر میتونه که 10 تا 12 تا فرزند بخرونه، بپوشونه، بخونونه، کلان کنه، اما 12 تا فرزند در عاقبت یک پدر نگاه کردن نمیتونه. عیناً نمو چشید یک عزت تونست که ای پشتی 2 میلیون مهاجر گپ زنه، 2 میلیون مهاجر نتونست که ای پشتی یک عزت گپ زنه. دیگر باقی بگیم که هموطنای عزیزی طرفش دست خطون دارد، یعنی که قضاوت دیگر خطون میدونه نکن. یعنی اگر که خودتون فکر نکنین آینده فرزندتون فکر کنین که حال فرزندتون چی میشه. همون نواری که نشان دادم که دیگر در امتری در کجای قپن در کنوشون دوبینکه زده بگیم که کنتی کده سردودن میگیره میگردن دیگه امتری. دیگر ما هم شکم در فروخته شدگی هستیم. هر کس که ما را دفاع میکنه اکت زوری اکت گم نیست، او را بردن شنوندن جوش در فراموش میکنیم تمام. برای هم میگن که 100 خوبی تیز فراموش میشوند که یک گندگی فراموش نمیشود. دیگر باقی هم وطنوی عزیز تو بگیم که برنامه آینده یعنی سخنوی آینده امروز من همین برنامه را خواست برای هم ایزت کردم. ایزت همون خواستم فکری من نظر مردم، اما انسانهایی که از عزت همون کمک گرفتن، انسانهایی که یاردم او عزت همون دیدن، انسانهایی که مثل همین روزایی که پاسپورتاشون موندگی بود پاسپورتاشون گرفته داده بود، پولاشون موندگی پولاشون گرفته داده بودن، اما همون انسانها حداقل برآمده که تا امروز من چندین برنامه میکنم، چندین برنامه ها میشه و برادرها میکنم، از همه انسان ها برآمده یک کس اقلا نگفت که من از دست عزت نان خوردگی هستم، من بگیم که پولی مرا گرفته دادگی است، پاسپورت مرا کده داد، نمیدونم بالینسای ما دا پول جمع کرد داد، فرزندی ما دا پول جمع کرد داد، مادری ما دا پول جمع کرد داد. یک همینطوری مردک خوردگی انسان ها که نبرآمد تا اینجا، یعنی که خوردن گریختن بگیم میشه. دیگر سلامت باشین هموطنان عزیز. باقی قضاوت همش در دست شما است. چی فکر نظر دارین در کامنت بنویسین. لایک پادپیسات سر فراموش نکنین تو که باز یک موتیواسیون دیگر شود که برای شما باز برنامه کنیم تو امام علی بردن شد. برای من خبر آمدگی است که گویم که اوجه امام علی رحمان چقدر کوشش کرده است با دولت پولشا که تو که مرا تصمیم کنن با او یا اینکه بدزدن، یعنی که تبریان دوره یا که بدزدن یا ما کوشش کرده استودن. اساسی کوشش اینو است که دولت پولشا باید مرا تصمیم کنه در تاجیکستان، یعنی که نمیدونم باقی قضاوت بگیم که یعنی که انصاف و عدالت در دست اینمی دولت پولشا هست، خواه هم اسپوره خواه که بگیم که دفاع میکنه. به هر حال دوستای عزیز، یعنی که ما از سپوریدن، از رفتن، از این چیزا، کشته شدن از این چیزا نمیترسیم. من از یک چیز میترسم، بعد کشته شدن ما حال ملت چی میشه، بعد کشته شدن، بعد زندانی عزت حال مردم چی شده است، بعد کشته شدن کرامت شریف حال مردم چی میشه، چی شده است. بعد از بگیم دیگر زندانیو کشته میشوند یا که زندانی میشوند دیگر مبارزان، حال مردم چی میشه و کی از حق اینا دفاع میکنه، این همیشه بگیم که کم ترک علامت سوال میمونه. انشالله که پروردگار هست یا را نمیمونه، نه که بگیم یک ملت یک خلق پست اینمی تای شتای مردم ده میگردن دیگه او برکه کده. ما از همین سیتواسیا برای برآوردن هم یک بار ببروریم سر اونا میمریم امروز هم یا که پیر همشه میمریم که مردن یگون جوی پیر جوانی نداره. ما 100 سال زندگی کنم هیچ فایده هم نباشه. گفتیم یک انکدوت دیگر هم هست که یه مسافر در کودکیش مرده است. خیلی مسافر در کودکیش مرده است، یعنی که اون مسافر هم کلان شده حسابی مرده بود، یگون فایده نداشت دیگه. خدا نگهبان هر یک تمون هموطنای عزیزم تو بگیم که بازدید اگر که باز دولت پولشا تسلیم نکنه تا هم وقت
خدا نگهبانتون.